تشکر ویژه از انجمن متخصصین بهداشت حرفه‌ای و جناب عالی بابت مدیریت برگزاری این کارگاه. امیدوارم زمانی که این دوستان اختصاص میدن به این کارگاه مفید واقع بشه. تبریک عرض میکنم دهه فجر رو. امیدوارم که موفق و مؤید باشید. برنامه این کارگاه البته در همایش بهداشت حرفه‌ای کارگاهی با همین عنوان و یه تفاوت‌های جزئی برگزار شد. بعضی از دوستان که شرکت کرده بودن فیدبک‌های خوب و مثبتی رو به ما دادن و ما رو تشویق کردن و اینکه این رو انشالله بتونیم یک بار دیگه و دوستانی که نتونستن شرکت بکنن برگزار بکنیم. در این کارگاه هدف بحث این هست که عمدتاً انتقال تجربیاتی که در زمینه کنترل آلاینده‌های هوا در محیط‌های صنعتی انجام میشه در خدمت دوستان قرار بگیره و بحث‌های تئوری کمتر، اصلا نه فرصتش هست و نه اینکه اصلا خیلی مؤثر هست که ما بتونیم بحث‌های تئوریک رو اینجا با همدیگه مرور بکنیم. و قبل از برگزاری کارگاه نعیم ما یه صحبتی کردیم، قرار شد دوستان چون بعضی از سوالات و مسائلی که ممکنه مطرح بکنن در ادامه بحث کارگاه باشه و تو این زمان کوتاه ممکنه نرسیم به همین ها پاسخ بدیم، انشاءالله سوالات رو تایپ میکنن و من فکر میکنم حتی اکثر صحبت های من 1 ساعت بیشتر نباشه و بقیه زمان کارگاه در خدمت شما هستم برای اینکه مسائل و مشکلات و سوالایی که احیانا تو ذهن دوستان هست مطرح بکنم، با هم دیگه یه صحبتی داشته باشیم و در مجموع انشالله بتونه این زمان برای همه دوستان مفید واقع بشه. من با اجازهتون حالا ممکن از نظر سرعت یا اتصال مشکلی پیش بیاد وبکم رو قطع میکنم و به صورت صوتی ادامه بحث کارگاه رو در خدمت. مطالبی که در خدمتون هستم ابتداً یک مقدمه و کلیاتی در رابطه با مبحث پروژه هایی که به صورت تجربی اجرا شده در فازهای مختلف، از فازهای طراحی زمان نصب و راه اندازی یک صنعت تا صنایعی که سیستم هایی برای اینها نصب شده، ارزیابی شده، بازطراحی شده، محدودیت هایی که در اجرای پروژه های کنترل آلودگی هوا بعضا دوستان پیش میاد. یکی از مسائلی که معمولا این دانشجویان فارغ التحصیل ما بعداً به ما فیدبک میدن این هست که خب خیلی از این مباحث تئوری که در دانشگاه ها تدریس میشه و اینها رو ما در زمان عمل به خصوص در پروژه های کنترل آلودگی هوا میخوایم اجرا کنیم، سری مشکلات دیگه پیش میاد که خیلی ما مهارت و تجربی بابت حل این مشکلات و اینکه این مشکلات رو چطوری بتونیم برطرف کنیم و همزمان بتونیم پروژه رو جلو ببریم نداریم و خب این کارگاه فرصت خوبی است برای همین مسائل و روش هایی که حالا به غیر از سیستم های تهویه ارزم به حضورتون ما میتونیم کنترل آلودگی داشته باشیم. ما از نظر قانونی وظیفمون کنترل مواجهه پرسنل با آلاینده ها، حالا آلاینده های شیمیایی محیط کار هست. حد مجاز وظیفه قانونی، حد به قول معروف اقدام یا اکشن لول وظیفه حرفه‌ای ما هست. حالا باید ببینیم از چه روشی مؤثرترین، کم هزینه ترین و پایدارترین. بعضا من متاسفانه میبینم پروژه های تهویه‌ای در صنایع اجرا شده در زمان راه اندازی خوب هست، بعضی وقتا 3 ماه 4 ماه 6 ماه خوب هست، 1 سال بعد شما سری میزنید به اون صنعت میبینید که بله چندین ماه این سیستم رو کلا غیر فعال کردن، یه مشکلی کوچیکی براش پیش اومده و بعضی از این سیستم ها من چندین صنعت رفتم، حالا مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش سیستم هایی گذاشتم. همین تابستون یه صنعتی من رفته بودم صحبت می‌کردیم، گفتم همین سیستمی که الان دارید چرا استفاده گفتن یه مشکلی داره. گفتم میدونید همین سیستم رو، همین سیستم کوچولویی هم بود، همین الان بخواید همین اجراش بکنی 3-4 میلیارد تومان هزینه داره. صنعت هم صنعت خیلی بزرگی نبود و گفت واقعا؟ گفتم بله شما همین الان این سیستم شاید با 100 میلیون تومان 200 میلیون تومان حتی اکثر راه اندازی مجدد بشه و بتونید استفاده مفید ازش بکنید. پس مهم هست که اون راهکار کنترلی که پیشنهاد میشه اجرا میشه راهکار پایداری باشه. صنایعی هستن، حالا چیزایی که من دیدم سال 1353 سیستم کنترل و تهویه‌اش راه افتاده، نه سیستم، چندین صنعت در یک مجتمع بزرگ هنوز هم داره استفاده میشه. در همون مجتمع
پروژه اجرا شده که کمتر از 1 سال ما مجبور شدیم همون سیستم ها رو همه رو جمع بکنیم و یه سیستم جدیدی اجرا کنیم. یک صنعت یک یوزر داره، توی واحدی سیستمی گذاشته شده 49 ساله داره کار میکنه، سیستم دیگه‌ای امروز با تکنولوژی امروز پیاده شده، به 1 سال نکشیده مجبورن کل اون سیستم رو جمع کنن بذارن کنار و یه سیستم جدید اجرا بکنن. خب برای این بحث ببینید پیشنهادی که من دارم این هست که ابتداً کسی که میخواد وارد عرصه بحث‌های کنترلی بشه، از بحث‌های طراحی، ارزیابی، اجرا، ابتداءً با روش‌های مختلف کنترل آلاینده‌های شیمیایی باید آشنا باشیم. یه تفاوتی که بچه‌های بهداشت حرفه‌ای دارن با رشته‌های دیگه که تو زمینه تهویه دارن کار میکنن، یک تفاوت عمده‌ای که اینها با هم دارن این هست که ما همه اینها رو با هدف حفظ سلامتی پرسنل داریم اجرا میکنیم، در حالی که مثلا رشته‌های غیر بهداشتی، بعضی از رشته‌های فنی که حالا افراد کار میکنن که البته خب میخوام بهتون بگم که در هیچ رشته‌ای من ندیدم در ایران به اندازه بچه‌های بهداشت حرفه‌ای حداقل در موضوع تهویه صنعتی اکسپرت باشن. بنابراین بایستی یه اعتماد به نفسی داشته باشید و اگه میخواید کار رو انجام بدید بدونید که حالا رشته‌های دیگه هم که اگه بعداً کار میکنن آدمایی نبودن که حتی آموزش رسمی و دانشگاهی دیده باشن و مگر اینکه رو علایق و تجربه و پشت کار خودشون رفتن و یه سری مطالب رو یاد گرفتن و دارن اجرا میکنن. بنابراین بستر خیلی خوب و مهیایی هست برای اینکه شما همتون بتونید وارد این عرصه بشید. من هر از چند گاهی حالا این اسلایت ها رو کوچیک میکنم برای اینکه مطمئن بشم که عرضم به حضورتون ارتباط ما برقرار هست. دوستان بعضی من میبینم که پیام دادن که صدا قطع هست، فقط لطفاً پشتیبان هر از چند گاهی بله صدا به من میگن که هست. خیلی خب ببینید این روش های مختلف رو ما باید بدونیم و بعد حالا در بین اینها من از این طرف هم میبینم در جامعه بهداشت حرفه‌ای دوستانی که بعضاً از صنایع مختلف مشغول هستن، حتی در سیستم های نظارتی مثل مرکز بهداشتی هست، حتی اداره کار، تا میگیم مثلا مشکل آلودگی داریم، اینجا اندازه‌گیری کردیم، مواجهه زیاد هست، آلودگی زیاد هست، اولین موضوعی که به ذهنشون میرسه این هست که این سیستم تهویه باید برای اینها اجرا کنیم. خیلی از دوستان بعضا به ما زنگ میزنن، ارتباط میگیرن، صحبت میکنیم، من یه سری اطلاعات ازشون میگیرم و بعضا یکی دو موردم فکر میکنم تو اسلایت هم باشه، یه روش های یا یه کارهایی میگیم انجام بدن با یه هزینه های خیلی کم و اتفاقا خیلی مؤثرتر مشکلشون حل میشه. من اتفاقا بر اکثر کلاس ها من این رو تکرار میکنم، میگم که به نظر من تهویه مثل یک جراحی میمونه که یک پزشک حاذق و یک پزشک متعهد معمولا به عنوان آخرین راهکار ازش استفاده میکنه. آقا دلیلتون چیه؟ چند دلیل داره. اول هزینه‌های بالایی داره، مخصوصا اگر بخواید آلاینده‌ای که جمع‌آوری کردید تصفیه کنید. بعضی عدد و رقم‌هایی که من فقط دیدم شنیدم در جریانش قرار گرفتم، الان صنعت هست چند ده میلیارد تومان مثلا هزینه کرده بر آلاینده خروجی از فلان کوره خودش رو کنترل بکنه. یکی بحث‌های هزینه هست، فقط هم هزینه اصطلاحاً کپیتال کاستش نیست، مینتیننسش هست، اپریشنالش هست. الان صنعت هست بیش از 20 میلیون تومان ماهیانه هزینه فقط برق سیستم تهویه شو داره پرداخت میکنه. صنعت هست ماهیانه چند ده میلیون تومان بابت نمیدونم تامین آب، بحث‌های مینتیننس سیستمش داره هزینه میکنه. صنعتی هست، حالا من سعی میکنم اسم نبرم، حالا حداقل مثبت‌ها رو بعداً شاید اسم بردم. ما الان صنعتی داریم که از صنایع کشور ما، چون من پارسال یه دوره آموزشی در رابطه با الکتروفیلترها اونجا بودم، حتی قبلا میدونستم اینو آمار رو دقیق میگم، یه واحد اصلا الکتروفیلتر دارن
به گفته رئیس اون واحد 43 نفر در اون صنعت استخدام شدن فقط بابت راهبری، نگهداری و تعمیرات جزئی الکتروفیلترهای اون صنعت، که توی 2 تا 4 تا که می‌کردیم مثلا شاید ماهیانه بیش از 1 میلیارد تومان فقط دارن حقوق و بیمه و دستمزد و بحث‌های پرسنلی پرداخت میشه برای اون آدم‌ها. و جالب اینه که تازه تعمیرات اساسی اونا پیمانکار دارن. خب ببینید این هزینه‌ها رو در کنار بذارید. وقتی ما در بحث‌های ایمنی هم میگیم هر زمانی که پیامد یک خطایی فاجعه بار باشه بایستی پروبابیلیتیمون رو خیلی بالا ببریم، احتمال خطا رو باید خیلی پایین بیاریم. سیستم‌های تهویه صنعتی به خصوص اگر بحث تسویه هم توش باشه، به دلیل اینکه هزینه‌های زیادی رو ارزم به حضورتون مصرف خودشون میکنه، جز سیستم‌هایی هست که خیلی باید دقت بشه در طراحیشون. الان خیلی بعضا صنایع ما داریم که واقعا من میبینم کارفرما تمایل داره اجرا کنه، توان مالی اقتصادیش بهش اجازه نمیده. این یه مسئله است. بحث دوم همین بحث تعمیرات و نگهداری و راهبری این سیستم‌ها هست. ما صنایعمون متنوع از کارگاه‌های چند نفره که صاحب کارگاه من دیدم که هنوز سواد خواندن نوشتن نداره و اثر انگشت میزنه به جای امضا، یا سواد نهضت آموزی داره، یه کارگاهی هست چند تا کارگر داره، تا صنایعی که شما میبینید که مثلا 70% بدنه پرسنلی اون صنعت لیسانس به بالا هستن. خب طبیعتاً این سیستم ها راهبریشون در این صنایع، فرض کنید اون صنعتی که مثلا کلا 5 تا 10 تا کارگر داره، خیلی سواد نوشتن خوندن و نوشتن معمولی دارن، حالا من یه سیستم بیام بذارم اونجا که بعد یه PLC و یه لاجیکی بذارم اونجا که فرض بکنید یه مهندس برق هم باید بیاد، یه مهندس مکانیک بیاد، یه آدم آموزش دیده بیاد فقط اینا رو سر در بیاره چیه، طبیعیه که خیلی نمیتونه طولانی مدت مورد استفاده قرار بگیره. و برعکسش هم هست. سیستم‌های تهویه خیلی وقتا فضا اشغال میکنن، جلوی تیراژ تولید رو میگیرن، جلوی کیفیت تولید رو میگیرن. بارها مثلا توی صنعتی مشکل ما این نیست که دبی این بود چقدر باشه، کانال کشیش چقدر باشه، پالایشگرش چی باشه، اینا اصلا نیست. همه شما هم کافیه همین کلاس ها رو بگذرونید و یه چند تا پروژه خودتون طراحی بکنید به شکل تئوری، همه شما این مسائل رو راحت میتونید اجرا بکنید. مشکل ما اینه میگیم توی صنعت یا درگیر ما میشیم که این بودی که هفته قبل من یه صنعتی بودم، یه پروژه طراحیش رو انجام داده بودیم که بعد بره برای به قول معروف اسناد مناقصه و بره اجرا، داشتیم نهایی میکردیم اسناد رو، نقشه ها رو. در یکی از دستگاه ها مشکل ما این بود با تعمیرات و بهره بردار که این بود رو اینجوری که میذارید نمیدونم کلی مشکل برای ما داره، بیشتر هم تعمیراتی و کلی وقت و انرژی گذاشتیم که این هود چگونه، حتی وزن هود چقدر باشه، چجوری مهار بشه، چجوری بازو بسته بشه، که چرا فردا روزی با کوچکترین مسئله مشکل اینو اون تعمیرکار باز نکنه بندازه کنار دوباره نبنده. خب سیستم های تهویه چنین مسائلی داره. ما یه جای سیستم تهویه میذاریم، میبینید بحث های اقلیمی پیش میاد. تو زمستان توی کارگاهی جوشکاری داره میشه، منطقه سردسیز، در و پنجره رو میبندن، کلی وسایل گرمایشی کار میکنه. من میگم به صرف این که سیستم ارزم به حضورتون تهویه میخوام بذارم، با یه دبی دارم اونجا مصرف میکنم که در عرض 5 دقیقه 10 دقیقه کل دمای مثلا 25 درجه بالای صفر کارگاه رو میرم بیرون، هوایی که جایگزین میشه هوای مثلا 10 درجه زیر صفر در شب هست. خب اونجا آدم‌هایی که هستن میگن اینجا حالا میریم یه ماسکی میزنیم، این سرما رو چطوری تحمل کنیم شب تا صبح؟ این مسائل هست. جلوی رفت آمد رو میگیره. فضای فیزیکی، پروژه هایی بوده ما برای 15 سانتی متر مجبور شدیم 2 روز بتون نمیدونم مسلح فلان رو بکنیم که مثلا دستگاه اونجا جا بشه. تأمین تجهیزات و تاسیسات جانبی، آب، برق،
الان بعضی از پروژه ها دوستان بهداشت حرفه‌ای ما هم من پیشنهاد میکنم یواش یواش وارد بشن. این زمینه‌های شغلی خوبی هست. طرح‌های ارزیابی اثرات زیست محیطی، طرح‌های ارزیابی اثرات بهداشتی. در حالا پروژه ها الان خیلی از پروژه ها الزامی هست. 1 ماه قبل حالا برای یه صنعتی عرضم به حضورتون همین رو ما داشتیم یه طرح ارزیابی اثرات زیست محیطی رو قسمت کنترل آلودگی هواش بنده کار کرده بودم. یه جلسه‌ای بود که اینو ارزیابی میکنن و نهایتا تصمیم میگیرن مجوز بدن ندن، اصلاح بشه یا نشه. بحث آخر اونجا که پیش اومد سر این بود که آقا مثلا میگم حالا ما یه سیستم فیلتراسیون خشک گذاشته بودیم چون منطقه کم آبی هست، فقط برای آب بهداشتی اونجا که روزی 20,000 لیتر کارخونه 130-140 نفر کارگر ایراد داشتن میگرفتن. بالاخره مراجع بیرونه. حالا من بیام در همون کارخونه الان حالا تو خوزستان هفته قبل ما داشتیم برای یه صنعتی طراحی اسکرابر انجام میدادیم. مثلا دیبی آبی که باید در اسکرابر میچرخید بالای 100,000 متر مکعب در ساعت، 100 متر مکعب در ساعت یا 100,000 لیتر در ساعت بود. البته این مصرف نمیشه ولی حساب کردیم در هر ساعت 3,000 لیتر پساب تولید میشه، باید آب جایگزینش بشه. خب حالا این صنعتی که برای 20,000 لیتر آب کل مصرفی صنعتش دارن ایراد میگیرن، میشه من چنین سیستمی بذارم؟ برق مصرفی همینطور هست. سیستم‌های تهویه‌ای ما داریم نیاز به بخار داره، سیستم‌های تهویه‌ای داریم که نیاز به هوای فشرده داره. خب به این دلیل هست که و خیلی چیزای دیگه که خیلی هاش هم ممکنه شما آشنا باشید. من میگم سیستم تهویه یکی از راهکارهای کنترلی ما هست و اتفاقا این پیشنهاد منه، نظر شخصی من هست، حالا قابل نقد و چالش هم هست که در بین روش‌های دیگه شما باید بهش فکر کنید و 2 روش‌های کم هزینه‌تر، موثرتر رو امتحان کنید، ارزیابی فنی بکنید. بعضی وقتا خودتون تنهایی نمیتونید، ممکنه با یه شیمیست با یه رشته فنی هم مجبور باشید همکاری کنید، ارزیابی کنید. و اصطلاحاً من میگم که تهویه رو زمانی ما پیشنهاد بدیم که اثبات کنیم روش‌های دیگه کنترل آلاینده‌ها یا مقدور نیست یا کافی نیست. بله ما تلاشمون رو کردیم، این کارا رو هم انجام دادیم، حجم آلودگی هم کم کردیم ولی کافی نیست. دیگه به ناچار مجبوریم از این سیستم‌های تهویه استفاده کنیم. یکی از اهدافی که تو این کارگاه دنبال این هستیم این هست که بیشتر افزایش مهارت هست. مهارت کارشناسان در انتخاب و بکارگیری روش‌های کم هزینه و عملیاتی. مهارت کارشناسان در ارزیابی اثربخشی روش‌ها. یکی از مسائل مشکلات ما هم این هست. خیلی از کارشناسان حتی در جنبه نظارتی و یا کارشناسی که تو صنعت هست میگه مثلا میاد میگه بله ما این سیستم داریم ولی مشکل داره. میگیم خب مشکلش چیه؟ نمیدونه. میگیم مکشش کمه، هودش درست انتخاب نشده، کانال کشیش ایراد داره، پالایشگرش مشکل داره، هواکشش مشکل داره. نمیدونم. خب این یه بخشش برمیگرده به من معلمی که تو دانشگاه هستم که نتونستم خوب دانشجوی خودم رو حداقل اورینته بکنم که یه سری ایرادها و مشکلات اولیه رو بتونه شناسایی بکنه. بعضی‌هاش هم ممکنه بگه بله من دستگاه میخوام تست بکنم و بعد ایراد. زمانی که من هنوز ایراد رو نمیتونم درست تشخیص بدم، خب راه حل هم طبیعیه، متأثر از همین تشخیص غلط من سعی و خطا هست. ممکنه جواب بده، ممکنه جواب نده. ما به شدت مشکل داریم در این قسمت که کارشناسان ما یه ارزیابی درستی از اثربخشی حتی سیستم‌های موجود نداره. اتفاقا در کارآموزی دانشجویان یکی از تکالیفشون این هست و من از همکاران خودم خواهش میکنم این قسمت رو خیلی دقت بکنن. بارها دانشجویان خود بنده میرن من گزارشکار برمیگردم میگم نه اول برو این چیزایی که دارن یه ارزیابی اولیه بکن. خیلی من نمیخوام دقیق و دستگاه ببری اینا. یه 2 تا 4 تاهایی هست ببین رعایت شده نشده که حالا بعضی از اینها رو اگر فرصت شد با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. این مقدار باز اسلاید رو میبندم. دوستان پشتیبان هر زمانی که مشکلی پیش اومد به من اطلاع بدن.
خب یکی دیگه از بحث‌هایی که داریم، ببینید این یه سوال کلیشه‌ای در دانشگاه، کارگاه‌ها و خیلی جاها هست که ما میگیم راهبردهای کنترل همه عوامل زیان‌آور، فنی مهندسی، مدیریتی، حفاظت فردی. تکلیف حفاظت فردی که مشخص هست، تو خیلی از کتاب و منابع هم ذکر شده که اولین اقدامات فنی و مهندسی هست. خب یه زمانی ما هم دانشجو بودیم، اوایل کاری خودمون هم که معلم بودیم واقعا اعتقاد داشتیم به این، ولی امروز من به شدت به این اعتقاد دارم که اولویت اول اقدامات مدیریتی و اجرایی هست. با دلایلی، حالا هر کدوم از دوستان اساتید میتونن نقد بکنن، این فقط نظر شخصی خود من هست. ما خیلی وقتا اقدامات مدیریتی و اجرایی رو اولا میگیم خب به ما ربطی نداره، من بهداشت حرفه‌ای چه ربطی داره. دو، اقدامات مدیریتی و اجرایی رو خیلی وقتا فقط به چند مورد که بله کنترل اضافه کاری، شیفت ها، آموزش، اتفاقا آموزش خیلی مهم و مؤثر هست، در همین حد دو تا مثلا پمفلت چاپ بکنیم یه برنامه، اینا هست، مهم هم هست، ولی یه مقدار باید کلانتر ببینیم. ببینید تدوین قوانین بین المللی، ملی، محلی، الزام آور در زمینه کنترل آلاینده‌های هوا خودش یه بستر بزرگی فراهم کرده که امروز در کشور ما علیرغم همین مشکلات و مسائل اقتصادی به شدت بستر برای اجرای پروژه‌های کنترل آلاینده‌های هوا فراهم هست. حداقل 2-3 تا قانون بسیار خوبی ما داریم که الان دیگه کارفرماها رو ملزم کردن. و جالب این هست که مثلا یکی از مؤثرترین این قانون‌ها که شاید خود بنده تو این 4-5 سال گذشته خیلی از پروژه‌هایی که حالا یا انجام دادیم یا درگیر شدیم، من دیدم تحت تاثیر این پروژه، این قانون بوده. کلین ایر اکت، قانون هوای پاک. از سال 74 و 5 تو کشور ما تو مجلس‌های میرفت میومد بحث میکردن، 3 سال پیش تصویب شد. اون جنبه‌های الزام آور این قانون انقدر قوی و محکم هست که هر کارفرمایی هر جور 2 تا 4 تا میکنه میبینه که خیلی به نفعش هست که این کار کنترل آلاینده ها رو انجام بده. و اتفاقا هنر من و شما این هست که مسائل مشکلات آلودگی هوای محیط داخلی، اون درسته، اون از این جنبه است که شما حق نداری آلاینده رو وارد محیط زیست بکنی. با چیکار باید بکنم؟ نتونستم در منبع کنترل کنم، داره تولید میشه، وارد محیط زیست نکنم چیکار بکنم؟ محبوس میتونم بکنم؟ تقریبا غیر ممکن. خب اول پس برای اینکه تصفیه کنم باید جمعش بکنم. چه جوری جمعش بکنم؟ تو سیستم تحویل. حالا دوستانی که تجربه دارن، استاد ما هم هستن، بعضیشون میدونن الان جریمه 1 تا 3% از فروش صنعت رو محیط زیست میتونه اعمال کنه و میکنه. نمیدونم، حالا من بعضی از دوستانتون میبینم با هم ارتباط داشتیم یا پروژه های اسم نمیبرم، ما صنعتی بوده پارسال اول تابستون رفتیم اون صنعت، رفتیم چند واحد، 2-3 واحد، 3 واحدش رو برآورد کردیم، مثلا 1 سال نیم، بله دیگه، خرداد و تیر پارسال مثلا نزدیک 7-8 میلیارد تومان هزینه اجرای پروژه، هم فیلتراسیون هم سیستم تهویه در اونجا بود. 2 ماه پیش بود فکر میکنم با رئیس اونجا اجرا نشد. اتفاقا خودشون استعلام گرفته بودن، گفتن آره اومدن هزینه‌های بالای 20 میلیارد تومان اینها دادن و خیلی سخت و از این صحبت‌ها. رئیس HSE اونجا 2 ماه پیش به من میگفت ای دکتر 140 میلیارد تومان پارسال جریمه زیست‌محیطی دادیم، یعنی گرفتن عوارض آلایندگی و ولکنم نیستن. و اتفاقا حالا نمیخوام وقت کارگاه رو با اینا بگیرم و اینقدر قوی هست که اصلا ندی نمیتونی کاری انجام بدی. بعد پروژه‌ای بوده 12 سال پیش ما برای 2 تا واحدش توی استان خوزستان اجرا کردیم، یه واحد دیگه‌اش همون موقع مشکل داشت، یه صحبتی با ما کرد، 5 ندادن. پارسال دوباره تماس گرفتن آقا میخوایم برای مثلا این واحدم
انجام بدیم. یه صحبت‌هایی شد تا شروع کنن انجام بدن شد. امسال الان داره اجرا میشه. مدیر عامل و صاحب کارخونه تقریبا روز نیست به ما تعیین بزنه که آقا من تا اسفند فقط وقت دارم، سریع این تجهیزات بیاد نصب بشه و غیر مستقیم خبردار شدیم 2-3 برابر کل هزینه‌ای که بابت این پروژه انجام داده جریمه شده، فقط تو قدم اول. همین قانون مشاغل سخت و زیان آور، دوستانی که صنعت کار میکنن یا ناظرم میدونن چقدر الان چندین صنعت ما با هم دیگه داریم صحبت میکنیم فقط و فقط به خاطر همین که این کار رو من میخوام انجام بدم تا از قول معروف مشمولیت قانون مشاغل سخت و زیان آور بیام بیرون. خب این بستر رو خیلی از مثلا افراد تخصص و اینا رو داشتن ولی این بستر آماده نبوده اجرا بشه. ببینید چنین قوانینی در سطح بین المللی، ملی، محلی، بعضا حتی منطقه‌ای، شهرک‌های صنعتی، اینها بستر خوبی فراهم میکنن برای اینها. هماهنگی‌های درون بخشی و برون بخشی، نظارت مسئولانه و پیگیر، سیستم ارزش‌گذاری. در همین قوانین برعکسش هم ما داریم سیستم‌های ارزش‌گذاری هست، مشوق‌هایی رو دارن و نهایت اینکه دوست کارشناس بهداشت حرفه‌ای ما میگه خب اینا به من چه ربطی داره، من چیکار میتونم بکنم؟ عزیزان من شاهد بودم کارشناس بهداشت حرفه‌ای شاغل در یک استانی 4-5 سال پیش در یک جمعی یه پیشنهاد خیلی خوبی داد. من اون موقع گفتم این به نظرم پیشنهاد خیلی خوبیه. بعداً هی پیگیری شد مرکز سلامت وزارت بهداشت از طریق یکی دو تا از نماینده‌ها و همین پیشنهاد یک کارشناس بهداشت حرفه‌ای بعداً من دیدم تبدیل شد به یه سازوکار قانونی و آیین‌نامه‌ای و اجرایی. هر کدوم از ماها شماها این پتانسیل رو داریم. خب یکی از نمونه پروژه هایی که من میخوام خدمتتون بگم و این چیزی که همیشه با همدیگه صحبت میکنیم که اولین مهمترین و مؤثرترین اقدامات و پیشبینی ها برای کنترل آلودگی هوا در زمان طراحی هست. یه نمونه رو حالا من اینجا بعد از این اسلاید شروع میکنم در موردش صحبت میکنم. به جز سیستم های تهویه، مثال هایی که همه شما شنیدید توی کلاس ها، کتاب ها، کارگاه ها تکرار شده. فرایند های باز به بسته. کارخونه داشتیم ما کلی پودر و غبار مواد شوینده تولید میکرد. نقاله معمولی بود. این تبدیل شد به نقاله بادی. پودر سبک در اثر فشار باد در طبقات و بین دستگاه ها منتقل میشد. ریشه‌ای مشکلش حل شد که هر جور سیستم تهویه هم شما میذاشتید باز مشکل پیدا میکرد. در فضاهای باز دوستان سیستم تهویه کارایی نداره. الان خیلی از معادن صنایع فرآیندی هستن. مثلا در یه معدنی مواد استخراج میشه، همونجا سنگشکن گذاشتن، سرند گذاشتن، نوار گذاشتن، مگنت گذاشتن، درام گذاشتن که با پودر تبدیل کنن. چندین مورد از خود بنده درخواست کردم، گفتم فایده ای نداره. کافیه یه بادی با سرعت 20 کیلومتر حد اکثر، خیلی وقتا در حد 10-15 کیلومتر هم کل تأثیر اون سیستم تهویه و غبارگیری که شما گذاشتید رو خنثی میکنه. دوستان کردستان توی معدنی پارسال بهمن و اسفند ما رفتیم، همین دقیقاً این فرآیند. من اونجا گفتم شرط کردم این سیستم به شرطی هست که دور اینا رو شما محصول کنید. شرط کردم، گفتن حتما انجام میدیم. زمانی که داشتن راه اندازی میکردن رفتم دیدم فونداسیونشو گذاشتن، ستوناش رو زدن، هنوز اجرا نکردن. گفتم ممکنه خوب جواب بده ولی عرضم به حضورتون فردا روزی به مشکل میخورید. شما فردا روزی به مشکل میخورید. راه اندازی کردن، خیلی خوشحال بودن، خوب کار کرده. به یه هفته نکشید که آقا مردم این روستای نزدیک معدن ما شکایت کردن که این غبار دوباره داره پخش میشه. و همون بحث باد بود. به مدیر عاملش گفتم هیچ راهی ندارید، روز اولم بهتون گفتم. 2-3 تا صنعت، یه صنعت فولاد، یه دونه مس، دقیقاً همین صحبت‌ها رو با هم دیگه کردیم. گفتم هر زمانی که مهار کردید دور و بر اینو بستید به سیستم تهویه، همش
بی خود هزینه اضافه است. انتخاب نمیدونم مواد اولیه، من صنعت رنگی بوده، حلالهاش رو در 3 مرحله، حالا من در جریان بودم، شروع کردن از 16-17 سال پیش که عمده اون حلالی که داشتن ترکیب بنزن و ترکیبات آروماتیک بود، حذف کردن، بعد کار کردن آرندیشون تولوئن رو حذف کردن با متیل اتیل کتون که مخاطرات بهداشتیش خیلی کمتر هست، حتی مجاز متیل اتیل کتون 200 پی پی ام، تولوئن 20 پی پی ام، بنزن نیم پی پی ام. و خب حتی بدون سیستم تهویه هم غلظت آلودگیشون کمتر از حد مجاز رسیده بود و من پیشنهاد دادم که حالا شما که رفتید جلو سیستم تهویه هم اجرا بکنید. محال ممکن بود اگر حلالشون بنزن بود با بهترین سیستم های تهویه هم نمیتونستن به اون حد مجاز برسن. یا همین بحث سنبلاست هایی که امروز خب میبینید خیلی جاها مسواره داره استفاده میشه، یا حتی خیلی یه جاهایی با فشار آب دارن بحث رنگبری و نمیدونم کلا پولیش سطوح رو انجام میدن. ما با سیلیس چطوری میخوایم مثلا سیستم تهویه و غبارگیر اجرا کنیم که مثلا سیلیس برسه به زیر 25 میکروگرم در متر مکعب؟ یه صنعتی رو میخوام مثال بزنم که پروژه کنترل آلودگی هوا همزمان با طراحی، نصب و راه‌اندازی خط تولید اجرا شده. از زمانی که نقشه‌های فونداسیون، البته اینا یه مجموعه صنایع هولدینگ هستن که یه تجربه خوبی ما باشون داشتیم، چندین پروژه کنترل آلودگی هوا با اینها کار کرده بودیم و تقریبا به یه زبان مشترک هم رسیده بودیم که درست این هست که در زمانی که شما نقشه واحدها رو دارید میکشید از همون زمان استارت کار رو بزنید و پیشبینی هایی که لازمه انجام بدیم. یکی از مسائل و دغدغه‌های بزرگ ما در حین اجرای پروژه تهویه این هست که چیدمان تجهیزات و دستگاه ها، حالا میریم یه کارخانه روی رو مثال میزنم که تابستان امسال ما رفتیم تو اون صنعت، چیدمان این وانها و فضاهاش یه طوری بود که هر کاری کردیم، هر چیزی که به ذهنمون میرسید ما بالا پایین کردیم، دیدیم اصلا راهی نداریم برای اجرای بالاخره یک پروژه موفق کنترل آلودگی و هیچ راهی نبود به جز اینکه دوباره فونداسیون اصلا همین رو به هم بخوره برای اجرا. خب فاز اول نقشه ها برای ما ارسال شد، یه بازدید اولیه در زمان پروژه از اونجا ما داشتیم، جانمایی دستگاه ها، تجهیزات، آشنایی با خود پروسه خیلی مهم هست. دوستانی که میخوان کار بکنن، پروسه ها خیلی متنوع هستن. بحث آلودگی ما فرایندی داشتیم، مثلا یه کوره هایی بودن در 3 ساعت هر سیکل اینها طول میکشید، گاز H2S، SO2 و غبار، حالا مونوکسید کربنی هم تولید میکردن. گاز H2S یه زمانی مثلا اول فرایند غلظت 0، سر 2.5 ساعت تا 3 ساعت غلظت میرسید به 233 پی پی ام. حتی آستانه بویاییش 50 پی پی بی هست، یعنی 4000 برابر بیش از حد آستانه بویایی. بوی این گاز میرفت 8 کیلومتری یک شهرک مسکونی، مردم اذیت میشدن، شاکی بودن. شما اگر اول پروژه دستگاه میبردی اندازه گیری کنی که خب این H2S نداره، گرد و غبار ابتدا شروع میشه، سر نیم ساعت میرسید به 11000 میلی گرم. اینا اعدادی است که چون اندازه گیری کردیم تو هم با همکاری دانشجویان هم انجام دادیم، تو ذهن من مونده 11200 میلی گرم بر متر مکعب تا بعضی وقتا. این البته در خروجی سیستم تهویه بود قبل از تصفیه، تا 300-400 میلی گرم بر متر مکعب. SO2 از 0 تا 3000 پی پی ام. یه ارزیابی درستی ما از نوع آلاینده ها، تراکمشون، سیکل کاری، اینا رو باید داشته باشیم. چه زمانی چه آلاینده های بیشترین حد رو دارن، اینا رو کامل باید داشته باشیم. نوع مواد اولیه، خود فرآیند، نوع آلاینده ها، بای پروداکت ها. در زمان حالا فونداسیون و جانمایی خوشبختانه حالا میگم چون یه چند تا تجربه با این مجموع کارخانجات ما داشتیم، یه سری فقط اصلاحات جزئی در خصوص محل و روش نصب تجهیزات ما دادیم که اینها رو چون در فاز فقط نقشه بود، هنوز حتی فونداسیون هم اجرا نشده بود،
اینها رو اعمال کردن. حالا تو اسلایدهای بعد من نقشه اولی اون فونداسیون رو خدمتتون گذاشتم. فضاهایی که برای غبارگیر و هواکش‌هاشون گذاشته بودن یه سری مشکلات داشت که اتفاقا خیلی خوب شد که در همون موقع به ما گفتن و با همفکری خود اونها اومدیم یه تغییراتی دادیم در فضایی که به اینها اختصاص داده بودن که بعداً کمتر دچار مشکل بشن. و یه موضوعی که ما الان درگیر هستیم در اجرای پروژه‌های تهویه این هست، مثلا ما الان رفتیم هود نصب بکنیم، کانال نصب بکنیم، پالایشگر نصب بکنیم در یک کارگاهی که وحشتناک آلودگی بالاست. بعد میگیم که خب الان که نمیشه کار کرد، مثلا یه جاهای انقدر غلظت آلودگی زیاده، مثلا پرسنل نصاب میرن تو ارتفاع کار کنن، واقعا زیر پاشون نمیبینن و خطرناکه. و از اینها حتی ما میخوایم که خب باشید 1 ساعت 2 ساعت اینو خاموش کنید، ما اینا رو نصب بکنیم. صنایع بزرگ که اصلا ببخشید مدیر عامل این شرکت هم نمیتونه اجازه بده شما مثلا نیم ساعت این دستگاه رو خاموش بکنن. این چرا؟ میگه مثلا هر ساعتی مثلا میگم این مثلا یه واقعی هست. 2 سال پیش یه صنعتی بود فولاد و هر ساعت 1 میلیارد تومان سود خالص اینجاست. کل نمیدونم پروژه شما الان مثلا 500 میلیون تومان هزینه نداره، من نیم ساعت 1 ساعت اینو خاموش کنم 2 برابر کل پروژه شما. چیکار کنیم؟ یا همینجوری کار کنید که پرمیت دادم بهتون، یا اینکه وایسیم نمیدونم اوورهال های چند ساعته هفتگی، اوورهال های سالیانه. خب اینا رو باید در نظر بگیرید. اما اگر مثل این پروژه‌ای که خدمتتون گفتم در حین طراحی و ساخت و اینا باشه، مثلا مشکلی نداریم، محیط تمیز، دستگاه هنوز راه نیفتادن، شما همه تجهیزاتتون خیلی راحت میتونید برید نصب و راه اندازی بکنید با کیفیت خوب. خب این کار انجام شد، تست و تنظیمات نهایی سیستم بعدش به عمل اومد. حالا من این نقشه فونداسیونی بود که حالا 2 تا خط تولید سیلیس هم بود دیگه. حالا اینجا چون غلظت حتی مجاز سیلیس پایینه، خب نیاز به یه استاندارد خیلی بالایی داره. سیستم های حالا سنگ شکن که می اومدن در 2 خط وارد سرندهای اولیه و ثانویه می شدن، بعد وارد ویبراتور و دیوایدر و ارزم به حضورتون یه سری هاپرها می شدن و سنگ شکن های هیدروکون تا سیلو و مگنت و انتهای خط. که من خاطرم هست یه تغییری در فونداسیون اینها ما پیشنهاد دادیم که به شکل قرینه‌ای باشه و دوستانم پذیرفتن و اعمال کردن. یا باز این موردی هست توی صنعت دیگه 3 تا خط هست که حالا اینا نقشه جانمایی این تجهیزات هست که بعد از ارزم به حضورتون اجرا و همین شکل این پروژه ها براشون اجرا شد. اون پروژه اول که گفتم 2 تا خط هست، حتی این صفحات ایرانیتی بین 2 تا خط رو قبل اینکه بذارن شما ملاحظه میکنید این کانال ها در حین دستگاه این که مثلا هیدروکونشون رو دارن نصب میکنن، نوار نقاله هاشون رو نصب میکنن، اجرا شده و خب خیلی سریع، تمیز، با کمترین مشکل. و چند تا تصویر و عکس ما گذاشتیم از همین پروژه‌ای که اجرا شده. دوستان عزیز اگر صنعتی هستید شاغلید، خب اجرا نشده، داره پروژه مشابه میخواد اجرا بشه، چند دقیقه بعد صحبت میکنم. الان در مجتمع‌های بزرگ، چند تا مجتمع بزرگ حالا ما ارتباط باشون داریم، الان در 1-2 تاشون خوب جا افتاده، چون هزینه‌های زیادی دادن، تجربیات تلخ زیادی رو اونجا دیدن که در زمان پروژه هیچ اطلاع یا نظرخواهی یا مداخله‌ای این دوستان ما نکردن، پروژه راه‌اندازی شده و دچار مشکل شدن و از نظر سازمانی اونجا جا افتاده که هر پروژه‌ای افزایش تولید هست، پروژه جدید هست، واحد جدید هست، دستگاه جدید هست، با واحد HSE، واحد بهداشت صنعتی، دوستان بهداشت حرفه‌ای درگیر میشن و خب ارزیابی میکنن. حالا یه جنبش مثلا آلودگی هوا هست، خب چه فکری برای این کردیم؟ پروژه چی هست؟ پیشنهاد چی هست؟ ارزیابی میکنن، داره نداره.
خب این دو تا خطی که عرض کردم، این بک فیلترهای اینها هست که غباری که جمع‌آوری میشه وارد بک فیلترها و هواکش و اردیبهشت امسال این پروژه ها راه افتاد و حالا خوشبختانه عملکرد خیلی خوبی داشت و یه بخش عمده‌ایش و مدیون این هست که این پروژه در زمان طراحی و در حین راه اندازی، یعنی قبل از اینکه این خطوط تولید راه بیفته، سیستم غبارگیر و تهویه‌اش اجرا شده بود و حتی برای تست ما یه مقداری سریع موضوع عجله داشتیم. قبل از اینکه اصلا خط را بیفته رفتیم خود سیستم را البته از نظر دبی و فشار و این چیزا تست کردیم و تحویل دادیم. خب نمونه دیگه ای من میخوام خدمتتون بگم از اینکه خب اینا شاید از نظر سهمی که دارن اجرای چنین پروژه ها سهم زیادی نباشه. یه بخش عمده ای از مسائل و مشکلات ما این هست که کارخونجاتی هستیم که راه اندازی شده، سیستم هم برای اینها اجرا شده، این سیستم ها کارایی خوبی ندارن. من یه نمونه صنعت فولاد رو، حالا شاید هم از این صنعت کسی باشه تو این روم، خدمتتون اینجا آوردم که این صنعت یه صنعت بزرگی بود و شاید بیش از 40-50 تا سیستم تصفیه و تهویه صنعتی اینجا اجرا شده بود. برای یک واحد، حالا واحد صنایع فولاد بزرگ، یه واحدهای احیا دارن، یه سری واحدهای ذوب دارن دیگه. در واحدهای احیا اونها این سیستم ها اجرا شده بود. حالا من چند سال پیش رفتم فقط برای یه دوره آموزشی تو اون صنعت. بعدن اصلا دیدیم این دوره هدفمندی بود، اتفاق خیلی خوبم، من خوشم اومد. تا اینا اساسا یه سری مشکلاتی دارن که هم از نظر پرسنلی، صنعت نسبتا جدیدی هم بود در بین صنایع فولاد مادر کشور، هم از نظر زیست محیطی، بهداشتی، پرسنلی دچار مشکل شدن و سیستم هم دارن و جالب این هست که اون سیستم با تکنولوژی ایتالیا بود ولی خب یه سری شرکت‌های داخلی یه بخشایش رو اجرا کرده بودن. روز اول برنامه ما این بود یه بازدید اولیه از این سیستم ها داشته باشیم، بعد کلاس رو شروع کنیم. روز آخر هم آخر کارگاه یه جلسه داشته باشیم از واحدهای فنی، مهندسی، HSE، تأسیسات، تعداد شاید 20-25 نفری شرکت کننده اون کارگاه بودن. اول کارگاه ما رفتیم بازدیدی کردیم از همین واحد احیا. 7 تا واحد با 7 تا غبارگیر داشتن، سیکلون و اسکرابر ونچوری بود و کانال هایی داشتن که برای جمع‌آوری غبار بود. خب من با همین نگاه کاملا مشخص بود که اصلا اصول کانال کشی که در تهویه صنعتی ما میگیم رعایت نشده بود و من با همین نگاه کردن اولیه گفتم اگر مشکل دیگه هم داشته باشه قطعا کانال کشیش باید درست بشه. و متاسفانه امروز این رو من میگم که بیش از 70-80% سیستم های تهویه ناکارآمد ما مشکلشون تو کانال کشی. بعد همینجور نگاه میکردیم، من دور گفتم این سیستم هواکشش به نظرم هواکش خوبیه، قوی هست، بر اساس تجربیات کارهای مشابه. مهندسیشون اتفاقا دو تا از مهندسیشون اونجا پیش من بودن، گفتم که ما اتفاقا ما میگیم این چون ضعیف مکشت آلودگی ما ناشی از اینه که این هواکش ما ضعیفه، موتورش ضعیف هست. روز سوم البته اینا رو با عدد و رقم به ما گفتن. این زمانی هم بود اون موقع، این حرفی که میگم مال 7-8 سال پیش بود، صنعت فولاد وضع خیلی خوبی نداشت. گفتن که ما جنبندیمون این بوده که این سیستم ها موتورهاشون ضعیفه و پایلوت الان مجوز مدیر عامل رو گرفتیم 1 میلیارد تومان هزینه کنیم موتورها اینا رو عوض کنیم ان شاءالله مشکلمون حل بشه. ولی اینو روز سوم من گفتن ولی با این کارگاه و این بسایی که هست به نظرمون رسید اشتباه میکردیم. حالا بخش هزینهش یه طرف، آبرو حیثیت کاری که ما خیلی سخت کارخونه قبول کرده تو این شرایط بد اقتصادی این هزینه رو بکنه. خب 1 میلیارد 7-8 سال پیشم خب خیلی
به هر حال کارا رو باش میشد بکنی. حالا به ناچار قبول کردم، ولی اگر این کار رو انجام میدادیم و جواب نمیگرفتیم مثلا دیگه خیلی برای ما بد میشد. که اساسا من همون موقع واقعا بعدنم اتفاقا یه پروژه پژوهشی شد، رفتیم تحقیق کردیم هفت واحد رو با عدد و رقم و به هر حال مصداقی اثبات شد که اصلا اینها مشکلات شما مشکلات جزئی هست، مشکل اساسی شما مشکل کانال کشیه و با اصلاح کانال کشی و هزینه‌های خیلی کم این مشکلات قابل رفع هست. این چند فاز داشت، بررسی اولیه، بررسی نقشه‌ها، اطلاعات مشابهش. ببینید همین الان یه صنعت کاشی با هم دیگه داریم یه ما 40 روز کار میکنیم، 3 تا قبالگیرش الان یه مقداری میخوان اصلاح بکنن. همین 2-3 روز پیش باشون صحبت کردم، گفتم فاز اول اینه که من دیتاهای دقیق، خودتون که هیچ دیتایی ندارید، اول باید بیایم داده برداری درست انجام بدیم. اصلا این سیستم عرض باز میکنم چند تا راه حل الان داره، ولی من مجاز نیستم سعی و خطا کنم، بگم بله حالا برو دور فن تو ببر بالا، خب نشد، حالا این دفعه موتورت عوض کن، حالا اینم نشد، حالا این یه تیکه کانال کشی تو عوض بکن. خب این نه نظر اقتصادی کار منطقی هست، نه نظر بخش حیثیت و بالا معروف دیسیپلین کاری کار درستی هست. و به هر حال شما زمانی میتونید مداخله کنید که ابتداعا درد رو درست تشخیص بدید و متناسب با اون راهکار بدید. داده برداری ارزیابی این پارامترها انجام شد، این اطلاعات و اعداد و ارقام اومد با اون چیزایی که استانداردها به ما میگن، استانداردهای ACGIH، راهنماهای نایوش، اینا چیزای خوبی هست در دسترس. مقایسه کردیم، مغایرت‌ها رو در آوردیم. یه سری مغایرت‌ها با اصلا طراح اومده تو مستندات آورده، مثلا این شاخه‌ای که میره سر به قول معروف هد یه نوار نقاله مثلا 2000 سی اف ام مکش داشته باشه، اندازه‌گیری کردیم 200 سی اف ام بود. این سرند باید 5000 سی اف ام مکش داشته باشه. تو مستندات خودشون اصلا اینکه درستی یا غلط من کاری ندارم، یه جایی انقدر مکش زیاد بود که گندله رو میکشید، کشیده شده بود، رفت بود کانال هم سوراخ کرده بود، یه جایی به اصطلاح خودشون به اندازه دود سیگاری مکش نمی‌کرد. مغایرت‌ها، نواقص مشخص شد که ایراد اساسی در کانال کشی هست. غبارگیری و هواکشی ایرادهای جزئی داشتن، اصلاحات انجام شد. طراحی مجدد از اول، شرح خدمات، اجرا، که حالا اینا رو من با تصاویر خدمتتون نشون میدم. نمونه‌ای چند تا عکس گذاشتم من که مثلا شما فقط با نگاه کردن ببینید این 2 تا کانال فرعی هستن، اومدن روبروی هم دیگه 180 درجه به هم وصل شدن این انشعاب اصلی. ما در اصول طراحی کانال کشی میگیم هر جا که شما آلاینده‌تون غباره، حتی اتصال کانال ها به هم دیگه 90 درجه هم مجاز نیست. حالا اینجا اومده 180 درجه اجرا شده. خب من همین با نگاه کردن عرضم به حضورتون به این سیستم گفتم این کانال کشی اصلا این قسمت شما دائم میگیره. اتفاقا خودشون گفتن آره ما در هر اوورهالی که چند ساعته داریم حالا این فلنج ها رو باز میکنیم میبینیم کیپ تا کیپ پره. گفتم چیکار میکنیم؟ گفت هیچی، خالی میکنیم دوباره میبندیم. خیلی ممنون. حالا این کانال خودش میرفت مثلا 16 17 تا انشعاب میگرفت. وقتی در سر شاخ مسیر شما بسته است خب طبیعیه چه میزان دبی هوای مکشی اینجا میرسه. شما ببر قدرت این هواکش هم 2 برابر بکن، به جای 1 هفته 2 هفته، به جای 1 ماه 2 ماه طول میکشه این کانال گرفته بشه، مثلا مشکل حل نمیشه. این یه مورد. مثلا در داخل این اسکرابرشون هست، اسکرابر ونچوریشون، تو این گلویی که هوا رد میشه و با آب غبار گرفته میشه، ببینید یک لایه بسیار ضخیمی رسوب گرفته شده بود. این کنارها که مسدود شده بود، از وسط هم رسوب گرفته شده بود. سطح مقطع مفید رو نصف کرده بود. راندمان خوب شده بود، بالا میرفت، ولی افت فشار به شدت بالا رفته بود. افت فشار اسکرابر وقتی رفته بالا مکش افن کم میشد و این مکش در همه زیرشاخه‌ها تاثیر منفیشو میذاشت. باز ایرادات زیاد در کانال کشی. نگاه کنید این کانال مکشش انقدر زیاده که زانویی ها سوراخ شدن، نزدیک فن هست.
بالانس فشار برقرار نیست. یه چند متر اون طرفتر انشاباتی ما داشتیم که دستو میگرفتی جلوی کانال، واقعا هم در حد اندازی که یه دودی رو هم بتونه مکش کنه نمیتونست با همین سایز کانال. اتصال 90 درجه همشون. بعد یه کانال فرعی به اصلی وصل میشه، خب سایز باید تغییر کنه، نمیبینیم این تغییر سایزو. اینا چیزایی نیست که دوستان خیلی تخصص بخواد، دستگاه بخواد، تجهیزات بخواد. با نگاه کردن ساده این مشکلات رو میتونید شما تشخیص بدید. این فرایند این عکس رو ببینید. حالا معمولا در عکس ها خیلی چی میگن، حالا اینا با موبایل هم گرفته شده نه با دوربین های خیلی کیفیت بالا. همین واحدی که بعد نقشه‌ش رو نشونتون میدم، در زمانی که الان سیستم کار نمیکنه، این اتصالات همه 90 درجه، بعد چند تا انشاب فرعی به اصلی وصل شده، هیچ تغییر سایزی نداریم، یه دفعه اومدن اینجا تغییر سایز. خیلی دیگه ایرادهای اساسی هست. و خب زمانی هم که کار میکرد، تازه این یک واحد هست، فکر کنید 7 تا واحد مثل این در این فضای باز منطقه صنعتی این اتفاقات میافتاد. خب جمع‌بندی این شد. حالا ما به صورت مصداقی هم اومدیم دقیقاً اندازه‌گیری ها رو انجام دادیم، جلساتی گذاشتیم و به هر حال اون صنعت مجاب شد که کانال کشی این مشکل داره. حالا به جز کانال کشی یه سری کارهایی هم ارتقاء سیستم هم خواستن انجام بدن از نظر ابزار دقیق و الکترونیکی اینها که خب همزمان با این انجام دادن. یه طراحی مجددی انجام دادیم. یه خاطری حالا بعد نیست یادم افتاد، چون اینا هم ممکنه شما باش مواجه بشید. ببینید دوستان، خیلی از این دوستان مکانیک و تأسیساتی که این پروژه ها رو اجرا میکنن شبیه لوله کشی آب مثلا به لوله کشی و کانال کشی تهویه نگاه کنن و معمولا میگن بله اینجا یه لوله مثلا 8 اینچ، اینجا اسم کانال هم نمیبره، یه لوله 10 اینچ بذاریم، اینجا یه لوله 30 اینچ بذاریم، به این شکل اجرا میکنن. من یادم هست اینا رو مثلا یک طرف رو اصلا قرار شد به این وصل بکنیم، اومدم 18 نقطه بود اگه اینجا مشخص میشه و نقشه ها محاسبات انجام دادم. بعد یه جلسه گذاشته بودیم، خاطرم هست مثلا سایز کانال رو در آورده بودم 17.5 سانتی متر. نه خب فلان میخندیدن حالا چند نفری که اونجا بودن، آخه این 17.5 حالا مثلا میگم بشه 20 یا لوله 8 اینچ بذاریم. گفتم میشه 20. گفت آره. گفتم حالا همینجا شما بشین. یه فایل اکسلی بود، من این 17.5 رو میکردم 18، کلا محاسبات به هم میریخت، بالانس فشار استاتیک همه چی. گفتم ببین همین نیم سانت مثلا فکر کردید من بابا شوخی یا خنده هست که مثلا ما میگیم اینا 17.5 سانتی متر، یا یک جایی مثلا میایم میگیم 61 سانتی متر، میگه آقا حالا 60 سانتی دیگه روندش بکن. من اتفاقا یه چیزی اعتقاد دارم، من میگم طراحی سیستم تهویه خیلی راحت هست، مثل یه جدول ضربی که روز اول ما فکر میکنیم خیلی سخته، یه بچه کلاس سوم بعد یه هفته 2 هفته دیگه تو کوچه و خیابون و خونه راه میره میگه 7-8 تا چقدر میشه، حفظ میکنه. اگر اصولش رو بلد باشید چند بار تمرین بکنید، من اتفاقا میگم طراحی تهویه خیلی راحت. ولی از این منظر سخته یا پیچیده است که کوچکترین اشتباهی در یه شاخه فقط تأثیرش اون شاخه نمیذاره. واقعا مصداق همون سوراخ کردن اون آدمی هست که تو قایق نشسته جای خودشو، یه شاخه رو شما محاسباتش رو اشتباه انجام میدید، تأثیرش رو بعد این مدت میبینید تو همه شاخه‌ها میذاره. نیاز به دقت و تمرکز بالا داره، ولی از نظر من کار راحتی هست، فقط یک کم تمرین تکرار میخواد. خب این سیستم ها طراحی مجدد شدن، تمام اون اتصالات 90 درجه و تغییر سایز هایی که نداده بودن رو ما تو طراحی جدید از دورترین نقطه شروع کردیم. طراحی برای بدترین حالت هست، بیشترین آلودگی هست. ملاحظه میکنید تمام اون اصولی که عرض کردم این مقدار ماکسیمایز بکنم در کانال کشی ها که 90 درجه نباشد، 2 تا کانال به هم وصل شدن حتما از نظر بالانس فشار استاتیک با هم دیگه بالانس باشن، تغییر سایز رو داریم. این اصول خب سعی کردیم
سعی که نه اون چیزی که بلد بودیم رو در کانال کشی مجددا اعمال کردیم تا این 18 نقطه به این شکل که ملاحظه میکنید. اتفاقا از همین پایپ رک هایی که محل قبلی بود با کمترین تغییرات استفاده کردیم. اون مجموعه اول دمونتاژ شد، کنار گذاشته شد، اینا ساخته شد و به همین شکلی که ملاحظه میکنید اجرا شد و نهایتاً همون سیکلون و اسکرابر ونچوری و هواکشی که بود برای اون سیستم باقی موند که اگر میخواستن اینها رو تغییر بدن فقط موتور این فن هزینهش خیلی بیشتر از هزینه کل این کانال کشی ها بود. تازه این کانال ها ورق آهن معمولی نبودن، یه ورق کورتن ای بودن که در محیط های مرطوب و آلوده سالهای سال میتونه دوام بیاره، استفاده بشه. یکی از مسائل دیگه و مشکلات دیگه ما این هست که ما طراحی ها رو هم درست انجام بلدیم بدیم ولی با توجه به شرایط صنعت اینو قابل اجرا نیست. این هم یه تجربه هست از صنایع روی. صنایع روی رو بعضی از دوستان اگه تجربه کرده باشن یه واحدی دارن به اسم الکترولیز که کاتیون های روی میاد توی محلول اسیدی در بین آنود و کاتود اصطلاحاً این تجزیه میشه و روی مثل همینطور هست، الکترووینینگ اونجا میره رو کاتود ها میشینه، بعد یه مدت به یه ورقی تبدیل میشه و این ورق رو در میارن، حالا بعداً ذوبش میکنن به شمش تبدیل میکنن و به هر حال. خب تجربه 18 ساله آشنایی من داشتم با این صنایع. این واحدها خب اون محلول اسیدی که تو وانها دارن این محلولی هست که خیلی بعضا این بخار و میستی که تولید میشه هم از نظر بهداشتی و هم فرایندی خیلی آسیب میزنه. یعنی ما صنعت داشتیم چند سال پیش میگفت من 200 میلیون تومان هزینه کردم سقف سوله‌مو عوض کردم، حالا پوشش نمیدونم اپوکسی و سلایه و پلیورتان و فلان رو زدم، باز فلانی ببین به 1 سال نکشیده به من نشون میده داره زنگ میزنه، 2-3 سال باید عوضش بکنم. حالا یکیشون یه بار گفت نه زیاد مشکل نداره اینها، من گذاشتم حرفش رو زد. بعد گفتم به نظر شما این بخار اسیدی که میره تو ارتفاع 20 متری تو 1 سال ارزم به حضورتون سقف شما رو اینجوری از بین میبره، روی ریه پرسنل شما هیچ تأثیر نمیذاره؟ خب اینا دیگه واقعیتایی بود که قابل کتمان نبود. حالا من در 3 استان تجربه بازدید این صنایع رو داشتم. خب قطب روی تو زنجان هست، شهرک روی دارن، 70-80 تا صنعت روی دارن. خب اینا بخارات و میستای اسیدی زیادی تولید میکنن که واقعا بدون ماسکای مخصوص زمان به خصوص ورقکنی چند ثانیه بیشتر شما نمیتونید اصلا اونجا دوام بیارید و اگر بخواید بدون ماسک اونجا وایسید با چند تا دم و بازدم مثلا مثل آدمی میشید که آنفولانزای شدید گرفته تا 1-2 هفته خوب نمیتونید حرف بزنید. پیشنهاداتی ما میدادیم تا به هر حال، حالا این در استان بگیم دیگه خدا خیرش بده، کارشناس مسئول استان کرمانشاه رو 2 تا صنعت روی داشتن، اونا رو بالاخره قانونی مجاب کرده بود، ملزم کرده بود که اجرا کنن. اولیش رو حالا ما وارد شدیم صورت عملیاتی که اجرا بکنیم. یه بررسی میدانی داشتیم، طراحی که انجام دادیم. خب خیلی محدودیت داشتیم، من رو تصویر شما میگم این محدودیت ها چی بود و به هر حال چطوری این قضیه حل شد. محدودیت اول این بود که فضا ما در اولا این سیستم ها با توجه به شکل و شمایلی که داشتن مجبور بودیم ما سیستم های پوش پول استفاده کنیم، دمشی مکشی، از یه طرف هوای تمیز بدمیم، از یه سمت هوای آلوده رو مکش بکنیم. مشکل اساسی ما این بود که فضا و شرایط به ما امکان اجرای این سیستم رو نمیداد و لازم بود ما یه سری تغییرات و اصلاحاتی در همون فرایند بدیم، نه اساسی، تغییراتی که امکان پذیر باشه که همین سیستم رو بتونیم براش اجرا بکنیم. که خب من رو اسلاید ها و عکس ها صحبت میکنم که مطلب خوب منتقل بشه. یکی از مشکلات اینها این بود که تصویر من نشون بدم این وانها رو. این وانها همه چسبیده به هم دیگه بودن. در سیستم پوش پول این مثلا یه نمونه از سیستم پوش پول هست. خب از یه طرف هوای تمیز
این لوله پلی اتیلنی مشکی رنگ هوای تمیز هست، میدمه. حالا یکی ممکنه سوال کنه خب آقا این هودهای مکنده که کنارش گذاشتی کافیه؟ نه کافی نیست دوستان. اثر دمش تا 1 برابر اندازه هود هست. معمولا در این سیستم ها تا 90 سانت حد اکثر آلودگی توسط هود جمع میشه. وقتی بیشتر از 90 میشه تا 120 مثل وانهای آبکاری بعضی وقتا میتونی هود 2 طرفه بذاری. بیش از 120 دیگه فقط روش این هست که دمشی مکش. از این ور هوای تمیز دمیده میشه، از اون ور هوای آلوده هلش میده به سمت هود. مثل 2 امدادی که آلودگی رو ما باید ببریم، مثل اون چوب دونده اول ببره تا یه فاصله تحویل دونده دوم بده. دمشی هم این کارو میکنه، آلودگی رو هل میده تا برسه به اون 80 90 سانتی هود. بعد اون دیگه خود هود مکش میکنه، جمعش میکنه. خب این الان خیلی راحت اجرا شده. فضا داشتن، یه سمت دمنده ها رو گذاشتن، یه سمت مکنده ها رو گذاشتن، کانال کشی جمع کرده. الان مثلا 5 تا وان رو تو این عکس ما می‌بینیم اجرا شده. آیا امکان اجرای این رو ما اینجا داشتیم؟ خیر. چرا؟ این حالا یه داره با نمای دورتر. تمام این وانهای ما به هم چسبیده است. از کنار نمیتونستیم بذاریم. اصلا دسته کاتوت ها باید با هم تماس داشته باشن تا جریان برقرار بشه در همه وان ها. خب چارمون چی بوده؟ چارمون این بوده که این دمشی مکشی رو در طول وان اجرا کنیم، نه در عرض. در طول وان. خب اینور اصطلاحاً به این میگن لاندر، این محلول همین اسیدی حاوی کاتیونای روی. اینور که اینا گرفتن. از این طرف هم کارگرا دائم باید بیان از این طرف رفت و آمد کنن و این ورق‌های روی رو از اینجا می اومدن، دسته کاتوت رو میکشیدن بیرون، ورق روی رو میکندن، دوباره میذاشتن سر جا. یعنی این ورم باید کامل آزاد باشه. خب بنبست اصلی این بود، متأسفانه نمیشه. بعضی جاها اومدن اجرا کردن پوش پول رو جنرال اجرا کردن. یعنی چی؟ یعنی یه طرف کارگاه مثلا یه سری هواکشای دمنده گذاشتن، یه سری مکنده گذاشتن. خب من میگم این فرق ما با ایناست و خب در مواجهه تأثیری نذاشته. با یه جایی حتی مواجهه کارگر رو زیاد میکنه. ببینید معدل آلودگی در طی زمان کاهش پیدا میکنه ولی مواجهه کم نمیشه. خب سناریوهای مختلفی طراحی شد. من چون وقتمون یه مقداری کمه، کارهایی که ما انجام دادیم رو من تو تصویر بذارید بگم که سریع بتونیم اینو جمع بکنیم. اولا این سمتی که کارگر باید رفت و آمد میکرد، دیدیم هودهای مکنده رو نمیتونیم، ابعادش بزرگ، جلوی دست اینا رو میگیره. اومدیم هودهای مکنده رو زیر لاندرها پیش‌بینی کردیم. لاندرها باید سر جای خودش میموند، فقط یه چند سانت ارتفاعشون رو بردیم بالا، هودها رو زیریم. اینم یه طرح ابتکاری بود. البته این هود طراحیش تقریبا ابتکاری بود. برای هر دو تا وان ما یه هود در نظر گرفتیم، شکل قرینه، یه حالت وی هم این وسطش دادیم که هوا تداخل ایجاد نکنه، افت فشار زیادی ایجاد نکنه. و از بالا هم که نمیتونیم کانال کشی بکنیم، این لاندر اجازه نمیداد. فضا پایین داشتیم، همه کانال کشی ها از قسمت زیر وان ها انجام شده بود که تصویرشون نشونتون میدم. دمنده ها چیه تو این تصویر میبینید الان کارگر سری اول کارخونه اول به شکل لوله‌ای طراحی کردیم، شبیه عکسی که نشونتون دادیم. دیدیم این کارگرا دائم رفت آمد میکنن، مثلا پلی اتیلنی اجرا کردیم، پاشون میخوره میشکنن اونا. فلزی هم نمیشد چون به هر حال قرار نیست من مشکل تهویه رو حل بکنم، مشکل ایمنی ایجاد کنم، کارگر پاش گیر کنه مثلا با سر بیاد اونجا یه حادثه‌ای براش اتفاق بیفته. باز اینم یه طرح تقریبا ابتکاری که شیپوری شکل این دمنده ها رو ما طراحی کردیم. همه رو یه تقریبا این ابعادش 7-8 سانت بیشتر نیست. کانال کشیش هم از زیر انجام شده، یه صفحه سرتاسری انداختیم. خلاصه مجموع ارتفاع اینه 10-15 سانت نشد که خیلی هم از نظر ارگونومیکی مشکلی برای کارگرها ایجاد نکنه. خب از این ور هوای دمشی از یه سمت، از وسط هم هوای مکشی توسط این هودها جمع آوری میشد و اینجا شما ملاحظه میکنید کارگری که اینجا داره کار میکنه که قبلا بدون ماسک نمیتونست اون نزدیک وایسه، الان بدون ماسک داره ورق میکنه. یه سری علائم و رد پاهایی از خوردگی های اسید رو مثلا همین
اینا رو نگاه کنید، همه اینا با اپوکسی پوشونده شده و ببینید خوردگی‌های اسیدی رو. این کانال کشی هست، این کانال مشکی رنگ سیستم دمنده هست، این آبی رنگ مکنده هست که همین کانال کشی از زیر انجام شده بدون اینکه عرضم به حضورتون کمترین مزاحمت رو برای کار. این فضا معمولا این فضای مرده بود. حالا این تازه صنعتی از فضاش خیلی کمه، بعضیاشون خیلی بزرگ هست. و نهایتا حالا این سیستم به اسکرابر و هواکش وصل میشه. البته این اسکرابر رو اجرا نکردن چون غلیظت رو بعداً گفتن از نظر زیست محیطی، ولی طراحیش ما انجام دادیم، هواکش هم قدرتش رو طوری در نظر گرفتیم که اسکرابر هم بتونن اضافه بکنن و این اصطلاحاً نهایتا اون چیزی بود که اجرا شده بود. اینجا اصلا بحث ما محاسبه این که دیوی چقدر باشه، همه اینا هم فایبر گلاس ساخته شد مکنده و شاید اولین باری بود که پروژه این چنینی اجرا میشد با محاسباتی که بین کانال ها و وان ها مکش یک نواخت ایجاد بشه و خوشبختانه در این دوتا صنعتی که در این استان بودن اجرا شد و خب بعداً هم سنجش شد. حالا به خصوص اسید یه چیزی حدود 90% مواجهه پرسنل ما و بیش از 84-85% انتشار محیطی و حتی منبع کاهش آلودگی داشتیم که خب یه پروژه موفقی بود. ببینید بعضی از من این اتفاق همین 2-3 روز برای من یکی از یه صنعت مبل‌سازی، حالا شاید هم کارشناسش الان باشه تو این روم، همین امروز براش فرستادم. یه صنعت مبل‌سازی هست که تجهیزاتی که ساخته میشه، پلیش و ساب و اینا کارهای فرآیندهایی روش انجام میدن، خب یه گرد و غبار زیادی ایجاد میکنه و به غلط اومدن در این کارخونه تو این کارگاه فنهای اکسیال رو دیوار گذاشتن که مثلا این غبار از اینجا ورداره بکشه بده بیرون، که اصلا چیزی محالی هست. شما همین یه مشت از این غبار رو وردارید ببرید تو نیم متری بریزید شاید بکشه، ولی تو 1 متریش همین غبار رو بریزید با چشم خودتون میبینید که هیچ تأثیری نخواهد داشت. خب ببینید ما راهکارهایی که پیشنهاد میدیم باید خیلی کم هزینه و عملیاتی باشه. یه زمان 2-3 روزی از من گرفت به قول معروف فی سبیل اللهی، ولی واقعا خودم به این جنبندی رسیدم، یعنی یه طرحی تو ذهنم بود، تو استانداردها هم بود، بعد سرچ کردم دیدم موجود است و همین امروز براشون فرستادم که شما اینکه می‌خواستین کانال کشی بکنید بعد از اینجا مثلا یکی انشعاب بگیرید، خب جای ثابت این فرد کار نمی‌کنه، دائم بالا پایین چپ راست این ور اون ور میره، خیلی سخت میشه جمع‌آوری آلودگی و باید نزدیکترین نقطه هم باشه. و دقیقاً اون طرحی که تو ذهنم بود تو استانداردهای ACGIH هم هست، دیدم مثلا همین ابزارها دارن و همین ابزاری که پلیش میزنه یا ثاب میزنه یک مکنده ای رو وضع کردن و اتفاقا خود اونها میگفتن نه ما فقط میخوایم غبار رو جمع کنیم بدیم بیرون. میخوام بگم که با یه جارو برقی البته یه ذره باید قوی باشه و اینکه این دستگاهتون رو از این مدل‌هایی بخرید که بتونید مکنده‌تون بهش وصل بکنید. این فرد داره کار خودش رو انجام میده، شبیه شلنگ جارو برقی شما بهش وصل بکن، غبارتو جمع میکنه با خیلی هزینه کم، همونجا هم غبار رو تصفیه میکنه، باز مثل همین جارو برقی هست تقریبا و خیلی خیلی هزینه کم، یعنی در حد چند میلیون تومان حد اکثر این مسئلهشون حل میشه. ما نباید دنبال حالا راهکار، مثلا همین هودی که اینجا میبینید تو یکی از اسلاید هست دیگه، من فرصت نشد چون اینجا گذاشته بودن. حالا فکر کنید من این هود رو اومدم، این یک میز مثلا غذاخوری هست داره فرد پلیش میزنه، 3-4 متر یا 3 صفحه‌ای هست داره پلیش میزنه. این مثلا من هودو بذارم اینجا چیکار کنم؟ دائم این فرد ساب میزنه یه چنین هودی رو با خودش بکشه این ور اون ور، فایده ای نداره. جای ثابت بود بله، جای ثابت بود بله. خب میگیم آقا این ور میز بذاریم، میگیم بابا این چند سال بیشتر مکش نمیکنه، این 3 متر 2 متر 4 متر طول میز ما هست، این حد اکثر تا 15 سانتی جلو خودش مکش میکنه، بقیه‌اش چی؟ پس اینم دقت بکنیم که در راهکارهایی که پیشنهاد میدیم کم هزینه عملیاتی. من این فهم اومدین موضوعی بود که همین 2-3 روز گذشته من خودم درگیر بودم، گفتم این نمونه هم بعد نیست اضافه بکنیم و نظرم یه تجربه موفقی هست. و نهایتاً من این اسلاید
آخرم هم هست که دوستان باز تکرار میکنم، خیلی از کارها رو به جز تهویه یا با تهویه شما میتونید انجام بدید، کم هزینه، بسیار مؤثر. ببینید همین استفاده از رطوبت، مثلا جایی که با غبار سر کار دارید، کارخونه‌ای بود، اینا همه مصداقی منتون اجرا شده میگم خدمتتون. تو هم پایان نامه یکی از دانشجویان کارشناسی ارشد ما سیستم مرطوب سازی یه سری نازل های مهپاش در منبع آلودگی، همه جا هم نمیشه استفاده کردیم. پالایشگری که میخواستیم استفاده کنیم، بک فیلتر، 7-10 سال پیش 200 میلیون تومان هزینه‌اش بود. ما با غبار یه چیزی هلوش 40-50% غبار رو کم کردیم. با سیکلون تونستیم به همون استانداردهای محیط زیست برسیم. اون موقع من یادم هست با کل کانال کشی ایناش هزینه شد فکر میکنم 63 میلیون، ولی خود سیکلون 10-15 میلیون تومان هزینه شد. یعنی یه هزینه 200 میلیون تومانی فکر میکنم 8 یا 10 سال پیش شد مثلا 20 میلیون تومان. 10 برابر هزینه کم شد. سیستم تهویه، اجرا، جمع‌آوری، تصفیه. یا تو صنایع آبکاری، کروم، الکترولیز، فوم‌های استفاده میکنن، گوی‌های استفاده میکنن. در یه جایی من دیدم اجرا کردن 26 برابر بخارات اسید رو کم کرد. حذف و جایگزینی مواد کم خطر رو من مثال زدم در یک صنعت رنگ، در یک صنعت تولید یه چسب هایی که برای چرم استفاده میشد، باز این تجربه رو داشتم. توی کارخونه فوم سازی باز این تجربه رو داشتم که یه حلال های خیلی کم خطر جایگزین شد. بحث همین سیلیس و آزبست و اینا خب مهم هست، البته هر جایی نیست، کار به هر حال دقیقی هست، جایی که امکان پذیره فکر کنیم. صنعتی بود گالوانیزاسیون، من چند تا صنعت رفتم، یکیشون اولین بار شاید 12-13 سال پیش رفتیم، بازدید کردیم که براش طراحی انجام بدیم. من دیدم کانال لوله های بزرگ رو توی وان های اسیدشویی میذارن، این اپراتور جرثقیل هول سریع لوله تا میاد بیرون شروع میکنه حرکت دادن، شر این مایع اسیدی رفته داخل لوله میریخت داخل کارخونه. خودم آقا تهویه به دردت نمیخوره. به مدیر کارخونه چرا؟ مثلا من هر کاری بکنم فقط حد اکثر بتونم اون بخارایی که تو وان شماست جمع آوری کنم. اینی که شر داره میریزی کف سالن پر اسید شده، هیچ سیستم تهویه نمیتونه. این با یه آموزشی، با یه به قول معروف همون رعایت اصول 5S خیلی کمک میکنه به این قضیه. یا باز یه صنعتی 4-5 سال پیش بود اجرا کردیم. روز اول من رفتم داخل کارخونه، دیدم داخل سول لودر میاد حرکت میکنه با سرعت زیاد، کفش پر از خاک، گرد و خاک پخش میشه. من اونجا گفتم تا اینو فکری براش نکنید، تمیز نکنید، روزانه چیز نکنید، این سیستم هیچ فایده ای نداره. و اتفاقا پارسال من رفتم اونجا، خیلی خوشم اومد که اصلا قابل مقایسه نبود، ولی هم سیستم تهویه غبارگیر اجرا شده و چقدر تمیز شده بود. بعضی از مسائل هست ببینید رو حجم آلودگی تاثیر میذاره. همین کارخونه رویی که به شما گفتم، آمپر برق این وانهای الکترولیز در میزان بخار و میزان اسیدی که تولید میکرد تاثیر قابل توجه داشت. زیاد کردن آمپر باعث میشد که بله بخار اسید بیشتر تولید میشد و اینا چیزای فرآیندی هست. صنعت فولاد بوده مواد اولیه‌اش مثلا آهن اسفنجی استفاده میکردن. بعد میگفت مثلا آهن اسفنجی، یه روز من میرفتم اونجا کارخونه میدیدم همه چی داره کار میکنه، اصلا تقریبا آلودگی من نمیبینم. یه روز اصلا انقدر آلودگی زیاد بود دستگاه رو نمیدیدیم. آقا وضعیت چیه؟ مثلا ما این آهنمون رو از فلان جا میخریم، نرمش کمه، خب غباری که تولید میشه کمه. وقتی مثلا آهن اسفنجیمون رو از کارخونه ایکس میخریم، نه نرمه یا مواد پودریش زیاده، این همه غبار تولید میکنه. یا صنایع مثلا فولادی بوده قراضه طرفی، وقت قراضه‌ایه نمیدونم مثلا دمقیچی آهن فروشی ها میاد، یه وقت حلب روغن و رنگ و مواد نفتی میاد استفاده میشه. یه جاهایی هم هست ترکیب ما سیستم تهویه مطبوع و تهویه صنعتی هست. تو آزمایشگاه ها الان تو مناطق گرمسیر مثلا پتروشیمی ها، پالایشگاه ها همشون درگیرن. تو آزمایشگاه هست، شما همزمان هودهای آزمایشگاهی دارید، در کنارش تهویه مطبوع و عمومی هم میخواید برای خنک کردن.
تک تک اینها میبینید ارزیابی میکنید، میبینید بله درسته، محاسبات درسته، کافیه، ولی وقتی با هم دیگه کار میکنن تأثیر منفی رو هر دو تا میذارن. طرف اومده کانال تهویه مطبوع رو دقیقاً بالا سر هود آزمایشگاهی گذاشته، یا بالا سر دقیقاً هود آشپزخونه تو صنعت گذاشته. اولا اون هوای خنک که میاد بلافاصله بایپاس توسط هود مکیده میشه، اصلا پخش نمیشه تو محیط. بعد می‌بینی بله گرمه، آقا چرا گرمه؟ این که سیستم قویه. دو، هوایی که دمیده میشه توربولانس ایجاد میکنه در دهانه هودها، مانع جمع‌آوری مؤثر و درست آلودگی میشه. یه وقتایی هم دقت نمی‌کنیم، مثلا میگیم آقا در آزمایشگاه باید فشار هوا منفی باشد که آلودگی به بیرون نشر نکنه. خب در آزمایشگاه رو باز می‌کنیم می‌بینی بو و همه چی پخش شد تو محیط. مخصوصا ساختمون، مثلا می‌بینی توی آزمایشگاه توی ساختمونیه چند طبقه، یه طبقه‌اش آزمایشگاه است. شما دارید با یه مواد بدبویی دارن تو آزمایشگاه کار می‌کنن یا مواد خطرناک. خب این در آزمایشگاه دائم باز و بسته میشه، هر بار که باز میشه کلی بو این آلاینده به بیرون درز می‌کنه. فشار مثبته. چرا فشار مثبته؟ دبی هوایی که توسط این سیستم تهویه مطبوع اچ‌وک دمیده میشه از مجموع دبی که توسط هودها مکیده میشه بیشتر، فشار شده مثبت. خب آقا چرا دقت نکردید روز اول؟ به هر کی میگه آقا من که هودا رو که درست خریدم، درست ساختم، درست اجرا کردم. اون یکی میگه بعد دوستانی که میخواین رو تهویه صنعتی، تهویه با هدف کنترل آلودگی هوا کار بکنید، بی توجه به شرایط سایکرومتری و تهویه مطبوع در یک محیط، این سیستم شما رو مختل میکنه، یا بلا استفاده میکنه یا منجر به شکست میشه. باید به این قضیه هم توجه بکنید. من عرایزم تموم شده، میتونم در خدمتتون باشم. دوستان سوالی مطرح بکنن، موضوعی مطرح بکنن، تجربه موفقی دارن دیگه، من در اختیار شما هستم. مدیریت جلسه انشالله با پشتیبان باشه. بفرمایید. هست به جز سیستم طرح آیا راهکار دیگه‌ای دارید؟ ببینید کارخونه، حالا شما اینم آشنا هستم، یکی دو تا پروژه هم اجرا کردم. در صنایع شن و ماسه یه قسمتی هم دارن، حالا یا سند کولر دارن یا درایر دارن که بخار تولید میکنه و این بخار خب بحث نقطه شبنم پیش میاد، همراه با غبار بخار تولید میشه. خب این واقعیت نه اینکه نمیشه سیستم فیلتراسیون اجرا کرد. همین چند ماه پیش ما برای یک کارخانه واقعا رفتیم ارزیابی کردیم و دیدیم که میشه حتی فیلتراسیون. بحث فقط نقطه شبنم مهم هست که حالا بحث مفصلی، شما باید برید دما و رطوبت نسبی رو اندازه‌گیری کنید، در نقطه شبنم رو در بیارید. این اگر دمای موجود شما یه چیزی هلوش 15 تا 20 درجه بالای نقطه شبنم باشه، بله بک فیلتر هم میشه اجرا کرد، ولی اگه زیر این باشه پیشنهاد من و توصیه‌ام این هست که حتما از اسکرابر، البته اسکرابرهایی هست که ارزم به حضورتون ارتقا یافته، فقط مهپاش خوب جواب نمیده، استفاده بکنید. پس من اجازه بدید چون سوالا زیاد شد یکی یکی به ترتیب من بیام پایین. اولین سوال این بود. دومین سوالی که دوستان گذاشتن، یکی از دوستان گفته علت و اولویت کنترل مدیریتی. ببینید من گفتم این نظر شخصی من هست. ببینید کنترل های مدیریتی عرض کردم اگر شما در بعد کلان به خصوص بحث های قانونگذاری و الزامات قانونی رو هم مثبت هم منفیش، خود من قبل از اینکه بیام معلم دانشگاه بشم تو صنعت کار کردم. صنعتی رفتم زمانی که دانشجو فوق لیسانس بودم، صنعت نسبتا بزرگی بود، خیلی از کارها رو من نشده اونجا. یه زمانی اون موقع، الان هم هست، من پرسیدم یه بخشنامه‌ای بود در دولت آقای خاتمی که اگر یه صنعتی بابت بهسازی محیط کارش اون موقع 1% هزینه بکنه تا 1% از مالیاتش کم میشه، 1% از فروش. اینو من آوردم به مدیر صنعت نشون دادم، ایشون هم آدم
با تجربه‌ای بود، با رئیس دارایی اون شهر مکاتبه کرد، صحبت کرد و اینکه الان من چجوری هزینه کنم، گفتن بله مرکز بهداشت معاونت بهداشت رو تایید کنه. خلاصه سازوکار قانونیش فراهم شد. یه روز من گفت بسم الله هر کاری دلت میخواد بکن تا اینقدر ریال. خب منم یه دانشجوی کم تجربه بودم. فقط اینو بهتون بگم، فقط با اون قلم بخشنامه‌ای که داشتیم به اندازه 20 سال ما امکانات و کارهایی که در عرض 12-13 ماه اون سند انجام دادیم. خب ببینید این که میگم یه قانونی، یه بخشنامه‌ای، یه اینجور مسائل ریل گذار هستن. همون سند همین مسائل سر جاش بود. فقط این هست که هنر من و شما این هست که حالا یا بریم خودمون نقش ایفا کنیم در تدوین و تصویب این قوانین، یا حداقلش اینه که از این قوانین بیایم درست استفاده بکنیم و بتونیم این به این دلیل من میگم خیلی از راهکارهای فنی و مهندسی پشت در موندن، به این دلیل که واقعیت اینه که خیلی جاها ما الزامات قانونی قوی و محکم و توجیهگر نداریم. خب سوال بعدی رو بگیم. برای مکش بخارات مواد شیمیایی بر اساس میکس شدن اکساس فن در سالن باشه جوابگو است. میکس شدن اکساس فن، سوال من درست متوجه نمیشم. یا دوستان چرا صنایعی که مشکل دارن تعطیل نمیشوند؟ خب خسارت‌های بین‌المللی اگه بخوام بگیرن 1 میلیارد تومان نیست که یک بر. خب اینا بحث‌های البته نظارتی هست، شاید مرتبط نباشه. واقعیت این هست که قانونگذار و مجریان همه جوانب رو با هم دیگه باید ببینن. ما الان صنعتی داشتیم من همین الان دارم باشون کار میکنم اصلاح سیستم هاشون. مثلا میگم این صنعت حتی قرار بود ریاست جمهوری پارسال بازدیدی که از اون استان داره این صنعت هم بره، به دلیل آلودگی که داره مردم خبردار شده بودن، قرار بود سر راه ماشین رئیس جمهور جمع بشن و به هر حال اعتراضشون رو مستقیم به رئیس جمهور برسونن. سفر کنسل شد. به شدت استانداری و اطلاعات و کجا و به درستی به نظر من البته. ولی خب حتی به مرحله تعطیل شدن دیدن حالا الان تعطیل کنیم 150-60 نفر آدم داره اینجا کار میکنه مستقیم، فردا همشون با خانواده‌هاشون جلوی در استانداری فرمانداری، از این ور شعار ما تولید اقتصاد فلان. ببین من راهکار میانبری که بعد 20 سال واقعا خودم بهش رسیدم همین قوانین این چنینی است که جرایم اقتصادی سنگین و حتی تشویق‌ها برعکسش هم هست. میگه آقا خب اولا اینکه کار انجام بدی جریمه نمیشه هیچ، تازه اگر انجام بدی هزینه این از اون جریمه‌ای که قرار بود به دولت پرداخت کنی به حساب میشه. خب من به نظرم این بهترین راهکار هست. در صنعت ریخته‌گری کوره بوته‌ای هنگام بارریزی مذاب، دوستان ببینید من البته حالا میتونم این بعضی پیشفرض من اینه که خیلی از دوستان آشنا هستن با اصول مبانی طراحی. AFGIS کتاب اینداستریال ونتیلیشن رو داره هر 3 سال یه بار ریوایز میکنه، آخرین ورژنش هم مال 2023. فصل 15 این کتاب من اینو در اختیار آقای نعیم البته داره، به نظرم یه جوری باز در اختیار همه دوستان قرار بده. فصل 15 این کتاب استانداردهای طراحی تهویه است. استانداردهای طراحی تهویه هست و همین سیستم بوته‌ای که شما می‌فرمایید کاملا استانداردهای سری VS 55 هست. کاملا شکل هود، اندازش، دبی، سرعت همه اونجا اومده و میتونید ازش استفاده کنید. برای کارخانه خوردایش سیلیت چه نوع فیلترهای پلی استر با گرماژ 550 گرم بر متر مربع که ارزون هست، داخلی هم از تولید هم میشه جواب میده، خیلی هم خوب جواب میده. آقای کریمی عزیز، ارتفاع سقف تمام سالن از جمله ریختگری، آبکاری، پرداختکاری 3 متر است. هیچ روش تهویه جواب نمیده. چه کنیم؟ خب این هم درسته، یعنی و یکی از باز این مشکلات طراحی ها هست که همین که سقف رو شما کوتاه میگیرید فضا کوچیک میشه، غلیظت آلودگی. دوستان خیلی جاها ما مجبور میشیم کل کانال کشی ها رو از پشت بام چند جا هم اجرا کردیم، فضا کمه، تمام کانال کشی ها رو از پشت بام و رو سقف اجرا کردیم، فقط هوت‌ها اومدن رو دستگاه، ناچاریم این کار رو انجام بدیم. خانم آذرپور
برای تهویه پساب شرکت قارچ پیشنهاد دارید؟ من ندیدم واقعیت. پساب‌ها مشکل H2S رو دارن. ما یه صنعت مقواسازی اجرا کردیم. دقیقاً باید بریم منبع. اگر حوضچه‌های تصفیه پساب هست، مشابهش رو تو صنایع پتروشیمی، در هم پتروشیمی فضل هم پتروشیمی مبین در عسلویه ما پیشنهاد دادیم. اینا یه کاور میگذارن روی اون حوضچه‌های تصفیه پساب، یک کانالی فشار منفی این بو رو جمع میکنه، اگر H2S هست با اسکرابر بستردار کامل و خوب تصفیه میشه. اگر حالا بعدا من خواستید شمارم و دوستان و ایمیلم در اختیار میذارم و خواستید دیتیل تصویر طرح خواستید براتون میفرستم. یکی از دوستان در مرحله ساخت آزمایشگاه پتروشیمی هستیم، چطوری تناسب اچ‌وک و هود رو چک کنیم؟ چه دیتایی لازم است؟ یکم با جزئیات. بله آیه پیریایی این پیام رو گذاشتن. ببینید من تقریبا نمیگم 100%، بالای 90-95% پتروشیمی های کشور آزمایشگاهشون رو دیدم، بعضیشون رو 2-3 بار دیدم، تو 2-3 تاشون هم یه سری اقدامات انجام، همین الان 2 تا انجام دادیم، سومیشو داریم انجام میدیم. ببینید یه ذره کار، حالا من یه توضیحات کلی خدمتتون میگم. این سیستم های اچ‌وک خودشون یه اصول استاندارد و راهنماهایی دارن. هودهای آزمایشگاهی هم که VS 3501 که ACGIH هست، حالا اگر هود جنرال باشه داره. این دیتاها باید نقشه ساختمان، ابعاد و اندازه فضاها، تعداد هودها، اندازه هودها، اینا باشه که بنده فرض کنید که شما بگم آقا این سیستم اچ‌وک چه دبی، با چه بار سرمایش و گرمایش، از چه نوعی و دریچه هاش و کانال کشیش چجوری باشه. تو این کار رو عیناً 2-3 جا ما ارزیابیشو انجام دادیم. هودهای شما هم اینجوری باشد. اگر بخواد نه، حالا واقعیت این هست که این کلیات هست، ولی دیتیل وار واقعیت اینه که دیگه حالا جسارتا این هست که بالاخره با یه متخصصی به عنوان مشاور باید در کنارتون باشه. خب در صنعت قند برای کنترل اسید در تایم نظافت صافی ها با اسید، و ببینم آیا به شکل اسپری باشه. الان ما یک صنعتی هست والو ها رو با بنزین، همین الان داریم رو طرحش کار میکنیم، والو ها رو با بنزین میشورن. این احتمالاً فیلترهای شما هم با اسید. اگر به شکل اسپری باشه، استانداردی که ما برای رنگ اسپری داریم میتونه استفاده کنیم. اما اگه به شکل قوطه‌وری باشه، دقیقاً از استاندارد رنگ قوطه‌وری میتونیم، چون ببینید همه فرآیندها و دستگاه ما استاندارد ندارن، کل استانداردها رو همه رو جمع کنیم 100-150 دوست، ولی خیلی از فرآیندها بیش از هزاران فرآیند و دستگاه ما داریم. ولی من کارخونه قندم یه بار دیدم، اگر به این شکل باشه یکی از این 2 تا استاندارد الگو میگیرید که هودش چه شکلی باشه، کجا قرار بگیره، دبیش چقدر باشه، ساختار هندسیش چقدر باشه، کانالش چه سرعتی داشته باشه، از این میتونید الگو بگیرید. هودهای لامینار با بررسی نرخ تعویض هوا ارزیابی میشوند. هودهای لامینار استاندارد داره، تو همین استانداردهای 3501 هست. اگر کامل بسته باشه بستگی به کلاس و تیپش داره که فقط مجبوری تو کانال ها دبی و سرعت رو بسنجید. اگر نه مثل هودهای معمولی درش قابل باز و بسته کردن باشه، از روشی که اشره پیشنهاد داده، اشره 110 میتونید برای ارزیابیش استفاده کنید. برای خروجی نوار نقاله به مخازن زیرزمینی که ارتفاع حدود 10-15 متری دارن چه نوع سیستمی استفاده میکنید؟ بله ببینید یک کتابی داره نایوش، من الان تلفظ میکنم این کتاب رو هم اگر آقای نعیم نداشت من براش میفرستم، ورژن 2019 شما من دارم. خب شوت‌های تلسکوپی هست، شوت‌های مخروطی هم هست. اون شوت‌های تلسکوپی این تنظیم میشه با ارتفاع، یعنی نوار نقاله مواد، عکساش هم تو اون کتابم مال نایوش هست، خودتون اتفاقا سرچ کنید فری هست، میتونید دانلود کنید تو اینترنت که Dust Control for Mineral Process Industry، یعنی کنترل غبار در معادن و صنایع معدنی.
عکس و تصاویر این شوت‌های تلسکوپی هست، مخروطی هم هست، فنجانی هم هست. انتهای نوار اینا رو میبندن که این مواد تو هوا پخش نمیشه. الان استوکپایل خیلی از صنایع معدنی هم این مشکل رو دارن. مواد میریزه و تو فضای باز هم هست، غبارش مثلا میبینی تا چند 10 متر اون طرفتر هم آلوده میکنه. این داخل اونها میریزه، هرچی ارتفاع مواد بالا میاد این شوت خودش جمع میشه تلسکوپی و پخش آلودگی رو ندارید. در صنایعی که غبار قابل انفجار وجود دارد چه سیستم تهویه کار شود که رسوب گردها در کانال‌ها و سایر قسمت‌ها ریسک. ببینید غبار طبیعتا نباید، اگر طراحی درست باشه نباید تو کانال رسوب بکنه. اگر اون سرعت، حداقل سرعت رو در کانال در طراحی داشته باشیم این اتفاق نمیافته. ولی طبیعتا متریالی که برای کانال استفاده می‌کنیم به خصوص برای فن، آی پی فن مثلا حتما موتورش ضد انفجار باشه، آی پیش از پنبه بالا باشه، حتی جنس بدنه و پره فن کاملا اصطلاحاً باید اکسپلوژن پروف باشه. صنعت شیشه و بلور، سالن ارتفاع بالا، کورو، پرس‌ها و خطوط تولید داخل یک سالن واحد هستند. چطور میتوان آلاینده سیلیس و فیوم رو این صنعت کارم کردن واقعیت. اینو کار خیلی راحت قابل، اینا یعنی با تهویه موضعی در همون موضعی که آلودگی تولید میشه باید جمع بشه. راهی نداره. جنرال یه مقداری رو فیوم ها تاثیر میذاره ولی رو غبارش تأثیری نداره. در صنعت ریختگری آقای بیگی فرمودن قسمت تخلیه درجه داخل سالن تولید است و گرد و غبار یه در شاید اشتباه تایپ شده، من نمیدونم تخلیه مذاب منظورتون باشه، باز اونم استاندارد داره، یا تخلیه مواد به داخل کوره باشه. این هر دوتاش چیز هست، یا کوره القایی باشه یا کوره قوس الکتریکی باشه یا کوره دوار باشه، همین ها استاندارد دارن دوست عزیز. باز اگر چیز بود من بعد از جلسه میگم که شمارم دوستان یا ایمیلم رو در اختیارتون بذارن، اگر دقیقاً به من بگید کدومش هست من راهکارشون میگم بهتون. موردی دوستان عرض کردن که الزام کمیته سخت و زیان آور استان ما می‌خواستیم طرح تهویه اجرا کنیم منجر به آشفتگی. اینم راست میگه. اینم الان یکی از مشکلات ما هست. الان یکی دو تا کارخونه هست، همین صنعت کاشی من مثال زدم دقیقاً همین بحث است. مثلا کارگر و سرپرست و اینا نمیخوان از سخت و زیان آور بیان بیرون. دردسر داریم دیگه. حالا کارفرما به هر حال راضی شده به خاطر حتی جیب خودش اجرا بکنه، از اون ور طرف میگه من 17 سال حتی یه ذره قوانین اصلاح شده، بهتر شده. قطعا شما بهتر از من میدونید، من حالا جست و گریخته میشنوم این ور اون ور، ولی شما احتمالاً بیشتر درگیرید. این سخت و زیان آوری رو فکر کنم الف و ب کردن یا ای و بی کردن که یکیش که خب ماهیتا سخت و زیان آور نمیشه، اون یکی گروه فکر کنم بی اینجوریه یا الف. اون گروه دوم این هست که 2 سال به کارفرما الزام قانونی کردن. خب اینا هم هست دیگه. حالا واقعیت رو آشفتگی و شورش کارگری ببخشید من تخصصی ندارم چی کار بکنیم، ولی به هر حال به نظرم وظیفه حرفه‌ای ما هست پیگیری بکنیم. خانم شایری گفتن شرکتی که در زمینه طراحی و نصب تهویه مجوز. ببینید الان داره آیین‌نامه‌ای رو مرکز سلامت تدوین میکنه و انشالله که بتونن اجراش بکنن. ما در یه بار من چند سال پیش واقعا هم گلایه کردم هم پیشنهاد دادم، نمیدونم بشه واقعا، انشالله که بشه اجرا کرد. گفتم ببینید ما برای اندازه‌گیری و ارزیابی یه شرکتی میخواد مجوز سطح 1 و 2 و 3 بگیره، از چند تا فیلتر ردش میکنیم، نظارت میکنیم، تازه فقط یه اندازه‌گیری میخواد انجام بده. بعد برای کنترل که هزینه‌هاش وحشتناک در مقایسه با هزینه‌های اندازه‌گیری بالاست، سیستم‌های تهویه عرض می‌کنم ما سیستم تهویه داریم الان با 5 تومن 10 میلیون تومان اجرا میشه. سیستم واقعیت تهویه هم داریم 60-70 میلیارد تومان. الان کارخونه من خبر دارم باشون دارم کار میکنم، برآورد کردیم در حال احداثه. کل هزینه‌ای که بابت کنترل آلاینده‌ها باید صرف کنه 180 میلیارد تومان شد. خب بعد این آقا ما میایم هیچ کنترلی نداره وزارت بهداشت، از یک کانال ساز، آهنگر تا یه وارد کننده ماشین آلات این پروژه ها رو میگیرن.
انشالله به نتیجه برسه. آیین نامش تدوین شده، داره مثل اینکه مراحل قانونی خودش رو سپری میکنه. ببینید ما الان به شکل نظاممند نداریم، ولی هستن بالاخره. شما خودتون بیشتر من محیط‌های فعلا چیزایی که خودم میشناسم، اگه پروژه بزرگ هست توصیه میکنم با دانشگاهی ها. البته دانشگاهی ها در فاز طراحی و نظارت خوبن، اجرای کم ضعیفن. رنگ پاشی قالب ها رو دوستان سوال کردن. بله تهویه عرض کردم دوستانتون، همین نقاشی اسپری میگم فصل 15 کتاب ACGIH ورژن 2023 کاملا استاندارد داره میشه اجرا کرد. نشستن چربی روی سقف آشپزخانه، چطور هوتا رو طراحی بکنیم که با لحاظ خنک‌سازی بتونیم کمترین عبور چربی. ببینید حالا این کارگاه ها رو به صورت تخصصی هم بعضا ما مثلا در مورد استاندارد رستوران ها مثلا شده کارگاه تخصصی، کار مثلا تهویه رستوران ها، تهویه مثلا آزمایشگاه ها. اساسا ببینید یه فاصله حداقل 1.5 متری بین اون دهنه دمنده با حود ما باید فاصله باشه، هم توربولانس ایجاد نکنه، هم بایپاس اتفاق نیفته. دو، داخل این هودها حتما فیلترهای چربیگیر فلزی یا توریای چند لاین یا تیغه‌ای هم به صورت 45 درجه نصب میشه که روغن و چربی رو میگیره و فیلترها هم روزانه تقریبا باید شستشو داده بشه. فاصلهش هم نه اینقدر زیاد باشه که نتونه بگیره، نه اینقدر کم باشه که حرارت اون اجاق دوباره چربی که گرفته شده رو تبخیر به بخار تبدیل بشه و رد بکنه. در صنعت تفکیک هوا در عسلویه آقای یوسف نژاد فرمودن صدای زیاد کمپرسورها رو داریم، دمای زیاد هوا رو هم داریم. ساختمان ستادی فن نصب کنید صدای. به یه جاهایی هست که مثلا میان برای خنک کردن این فنا رو نصب میکنن، مثلا 5 تا فن نصب کردن، حالا هم کار میکنن صدای زیاد. اینجا من توصیه میکنم بیاید یه فن سانتریفوژ با یه فاصله قرار بدید، به جای اینکه 5 تا فن محوری بذاریم کانال کشی کنیم 5 تا دهنه حالا دمنده یا مکنده بذاریم، این مثلا هم رفع بشه. و یکی هم موضعی، همین دوستانی که تو عسلویه یا ماه شهرینو کار میکنن، مثلا ما جایی داشتیم تو پتروشیمی می‌خواستیم اجرا کنیم، کل سالن رو واقعا نمیتونستیم خنک کنیم، اومدیم سیستم خنک کننده کانال کشی شده، بعد در یه نقاط یه ایستگاه‌هایی در نظر گرفتیم، حتی با این لوله‌های شفاف تو پتروشیمی بندر ما مثلا اجرا شده، توی پتروشیمی کارون یه نقطهش مثلا اجرا شده و کارگرا زمانایی که واقعا نیازی نیست میان اونجا وای میسن خنک میشن. حتی توی مثلا رستوران‌های مناطق گرمسیر ما اینجا داریم. من کارخونه ای رفتم خوزستان چند سال پیش، همین آشپزها برای خنک شدن می اومدن بیرون رستوران که دمای 48-9 درجه بود وای میسیدن خنک بشن. اینقدر بالاخره بحث. خب اینجا موضعی ما میتونیم نقاطی رو تعیین بکنیم که اینا بیان اونجا خنک بشن، وگرنه کلی بخوایم توی رستوران مثلا دمای آشپزخونه رو توی منطقه گرمسیر بیاریم 25 درجه، تقریبا میتونم بگم محاله یا خیلی پرهزینه است. روش استاندارد تست هودهای آشپزخانه، ببینید خود همین ACGIH کتاب دومی داره. آقای نعیم به من بگه، اگه نداشت من اینم در اختیار میذارم که جوری در کلا اصلا اساسا روش مونیتورینگ کل سیستم‌های تهویه رو توضیح داده. اون جنرال است، هر هودی، هر کانال کشی، هر فنی، هر پالایشگری اصولش رو کامل توضیح داده و 0 تا 100 هودها رو چجوری تست میکنن، دبی رو چجوری تست میکنن، سرعت رو، فشار استاتیک رو، راندمان رو. آقای یوسف نژاد مجددا سوال کردم باید تهویه مناسب ایجاد کنیم، سقف کمپرسورها با عرض 2 متر و طول سالن دارای فضای بازی است که میشه تهویه مکنده نصب کرد. آقای یوسف نژاد عزیز، من بعد از کارگاه هم در خدمتتون هستم، شمارم حالا جزئیات رو به من بگید که بتونم بهتر و دقیق‌تر راهنمایی بکنم اگه انشالله بتونم. خانم دهقانی یک قسمت اره برای برش پشم سنگ، پشم‌ها وارد کانال نشه، کانال هم ولی سریع پشم‌ها به همون. خب این
راهکارش نیست. ببینید در کانال باید سرعت مکش طوری باشه که اون الیاف پشم سنگ ته‌نشین نشه. خب و از اون ورم تو خروجی اگه شما میخواید وارد محیط زیست نشه باید فیلتر بذارید و اگه نه یه توری دهنه کوره بذارید کانال بذارید، خب باشه میگیره دوباره تو هوا پخش میشه دیگه. این باید به نظرم اون توری برداشته بشه، سیستم فیلتراسیونی سر راش باشه، اونجا الیاف پشم سنگ جدا بشه و هوای تمیز تخلیه بشه. خب دوستان دیگه اون کتاب ها رو که عرض کردم دوستان، من خواهشم این آیه این زحمت میکشه انجام میده. تخلیه آمونیاک به داخل مخزن، این کاملا سیستم بسته باشه، یه ونت خفیف از مخزن بگیریم. خانم نوری خیلی جاها این مسئله رو دارن، اسید رو دارن، آمونیاک رو دارن، انواع حلال ها رو دارن، کامل باید بسته باشه. اگر هم میخواد باز باشه، ما یک سری هوت‌هایی داریم شبیه مخروطی شکل هست. ما هوت‌های بازویی داریم برای بارگیری اسید. اگر دهنه مجبوریم باز باشه، مجبوریم از اونها استفاده کنیم. اگر خواستید تماس بگیرید تا من نمونه طرح براتون بفرستم. برش ورق‌های فولادی لیزر، بله اینم تهویه‌های محسنی داره. الان برش پلاسما اینها داره. وقتی ورق روغنی میشه حالا دیگه بیشتر از طبیعتا مکندش یه مقداری دیویش باید بیشتر باشه. موضعی هم هست. قالب هریان بهتر ماسه با پیکور ماسه رو جدا میکنن. خب اگر قوار داشته باشه، پیکور هم تهویه موضعی شبیه اون وسیله‌ای که عرض کردم توی همین عرضم به حضورتون، اینا کلا ابزار پنوماتیک هستن، وجود داره که به صورت موضعی همونجا غبار رو جمع آوری کنه و به خود دستگاه باید وصل بشه. آیه رضا قلی بیگی دوره طراحی دوستان بخوان چرا ما در خدمتون هستیم. ما تقریبا ماهی حالا میانگین یک یا دو تا دوره آموزشی داریم بنا به درخواست حالا دوستان، حالا یا صنایع متقاضی هستن، اکثرا صنایع هستن یا دست جمعی یا تکی، بعضی وقتا هم استانی هست. مثلا خیلی از استان‌ها متولی میشه یه شرکتی یا یک مرکزی و این دوره ها انشالله اگر فکر کردید که میتونه مفید باشه در خدمتتون هستم. آقای سرداری هم فقط سولی جوشکاری رو فرمودن که ما انشالله به عنوان حسن ختام جواب بدیم. هم تهویه عمومی آقای سرداری بکنم از دانشجویان خودمون بودیم میتونیم اجرا بکنیم که استانداردش هست در اون کتاب، هم موضعی به 3 روش میتونیم. اگر جایی ثابت هوت‌های نیمکتی برای این میزها، اگر متحرک هوت‌های بازویی، اگر دامنه حرکت زیاده از سیستم‌های پورتابل. اگر هیچ کدوم از اینا نباشه جنرال ونتیلیشن هم میتونیم اجرا کنیم، همون استاندارد توی فصل 15 کتاب ACJH هست. خب دوستان عزیز، از خسته نباشید. خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم. امیدوارم که خداوند عمری بده که باز بتونیم چنین دوره‌هایی در خدمت شما باشیم. تعداد شرکت کننده و سوالات خب ما رو بیشتر ترغیب میکنه که ظاهراً هم مسائل و مشکلات زیاد هست، هم علاقه و جدیت و پیگیری دوستان برای حل مسائل و مشکلاتشون و من انشالله اگه افتخار داشتم باز در دوره‌های بعد در خدمتون خواهم بود. آخر بحثم هم جا داره مجدد تشکر کنم بانی خیری که این انجمن و دوستان زحمتکش خودمون برگزار میکنن این کارگاه ها رو، هم میتونه ارتباطات شبکی بین جامعه بهداشت حرفی ایجاد بکنه. متاسفانه خیلی از دوستان همین الان سوالاتی دارید آقا این مشکل رو ما داریم میخوایم عمل کنیم نمیتونیم، خب همدیگه رو نمیشناسیم، تجربیات همدیگه خبر نداریم. انشالله که استمرار داشته باشه. آرزوی موفقیت و سلامتی برای همه شما دارم. نعیم اگر فرمایشی هست من در خدمتتون هستم. خسته نباشید آقای دکتر. خواهش میکنم. ممنونم. سلامت باشی آقای مهندس.
زنده باشید، زنده باشید. بسیار استفاده کردیم. ممنون از اینکه وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما و انجمن قرار دادید. خیلی خیلی استفاده کردیم. ممنون از وقتی گذاشته آقای دکتر، لطف کردید واقعا. زنده باشید، خدا نگهدارتون باشه. زنده باشید، محبت کردید. خدا نگهدار شما.